برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه خودتان، به برنامه دیدگاه که طول قریب 3 ماه هست با این برنامه با شما نبودیم. اگر شما صدای ما رو میشنوید، خواهش بکنم در کامنت نویسید که صدای ما رو میشنوید. بعد برنامه رو آغاز میکنیم، چون که من اینجا تنها هستم و در یک حالت خانگی این برنامه رو گرفته میبریم. امیدوارم که صدای ما رو میشنوید. کسانی که اینجا هستند، خواهش میکنم در چت یوتیوب نویسید که اگر صدای ما رو میشنوید، صدا خوب است. گفتن که صدا خوب است. برنامه رو آغاز میکنیم. تماشابینان عزیز گرامی، طول این 3 ماه بود که ما برنامه دیدگاه را نمی بردیم، چون با شرایط های معلوم فعالیت ما در کشور اوکراین بود. تا این زمان هرچند درباره فعالیت ما نمی گفتیم که در کجا فعالیت میبریم، ما در کشور اوکراین تا سرشوی جنگ فعالیت میبردیم. استودیو ما هم در همون جا بود و برابر سر شدن جنگ در اوکراین فردایش ما عازم اروپا شدیم و عین حال در اروپا قرار داریم. در این مدت ما چند شرایط های گوناگون را پشت سر کردیم و نتوانستیم که با شما باشیم و با اولین دست دادن شرایط حالا تصمیم گرفتیم که من بعد با شما باشیم. حالا تصمیم ما پیش از آغاز برنامه برایتون بگویم این است که ما چنانه که پیش بود تلویزیون ماهواره‌ای یوتلسات را فعال کردگی هستیم و حتما تلویزیون یوتلسات عین حال این برنامه رفته ایستاده است و هم تماشابینان عزیز به نزدیکی باز رادیوی پیام فعال می شود. چقدر تاکسیست ها از روسیه، چقدر مهاجران از روسیه به ما خیلی تماس گرفتند و اظهار نگرانی کردند که چرا رادیوی پیام فعال نیست. تماشابینان عزیز، برادر و خواهران گرامی، حتما با دعای شما، با دستگیری شما رادیوی پیام نیز فعال خواهد شد. ما من بعد هر روز جداگانه تیم پیام به طرز ویدیویی خبرهای مهم تاجیکستان، کشورهای آسیای مرکزی و جهان را برایتان تقدیم میکنیم. حالا در یک روز 1 مرتبه سر کرده، من بعد شاید در یک روز 2 مرتبه تا 4 مرتبه برنامه خبری تاجیکی برایتان پخش کنیم. برنامه خبری روسی انشالله از روز دوشنبه پخش میکنیم و هم نیت داریم که برنامه خبری با طرز ویدیویی با زبان ازبکی نیز پخش کنیم. اینچنین چند برنامه ها تصمیم گرفتیم که برایتان تقدیم شود. انشالله که 2-3 همکاران دیگری ما با سیمای خودشان انشالله برای شما برنامه های مهم یا برنامه های تماشا کردنی، گوش کردنی، شنیدنی و از همه مهمش مفید برای حیات امروزی ما پیشکش خواهند کرد. انشالله از یکایی که شما خواهش میکنم که پیگیری ما باشید، برنامه های ما را پیگیری کنید. حالا طول تقریبا 1 ساعت پیشتر ما برنامه خبری خبرهای مهم روز را در کانال یوتیوبی پیام تیوی و هم شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی علیکه پیشکشی تماشابینان کردیم، میتوانید از آن بهره گیرید. حالا تماشابینان عزیز، امروز من کوشش میکنم با شما یک صحبتی آزاد، یک صحبتی دوستانه، یک صحبتی سلام علیک داشتگی باشم، چون که وقتهای
دور دراز با هم نبودیم. تا این وقت چقدر دیگرگونی ها به میان آمدند، چقدر گیرودارها به میان آمد، چقدر واقعه و حادثه ها را شاهد شدیم و هر یک شما می توانید با استفاده از لینک استریمیارد که در پایان نوار آورده شده است وارد استودیو شوید و فکر اندیشه های خودتون را بگویید و کسانی که نمی توانند، حالا نمیدانم من شرایطی با واتساپ قبول کردن زنگ ها تا چه اندازه وجود دارد، اما یک بار به هر حال دوستان زنگ بزنید، میسنجیم. اگر توانستیم انشالله زنگ های واتساپی را هم قبول میکنیم. تماشابینان عزیز، حالا ما در شرایط استودیوی نیستیم، انشالله از روز دوشنبه به شرایط استودیوی میگذاریم و در آن حالت الکی ما میتوانیم چند رقم تلفن را فعال کنیم و در یک بارگی یک نفر از واتساپ میتواند زنگ زند، یک نفر میتواند از وایبر زنگ زند، یک نفر دیگر میتواند توسط سلکه استریمیارد وارد شود. اکنون تماشابینان عزیز، حالا وارد برنامه امروزه میشویم. ما امروز درباره چه صحبت خواهیم کرد؟ اگر خبرتان باشد تماشابینان عزیز، امروز رسانه‌ای شد که مادر جنیدالله خدایارف، بلاگر تاجیک، فعال شبکه‌های اجتماعی، موجیگل غایب‌آور را به حبس شرطی محکوم کردن، یعنی به 2 سال حبس شرطی محکوم کردن و موجیگل و موجیگل حلیم موجیگل غایب‌آور که مادر 2 نفر از شخصان معروف، یکی فرهاد خدایارف که فعال سیاسی بود و از حزب سوسیال دموکرات بود، حقوق شناس و خیلی یک شخصی آگاه، بسیاری نفران او را میشناسیم و هم جنیدالله خدایارف را هم همگی میشناسیم. بلاگر بود، چندین بار فاشگویی ها و آشکارگویی هایش و آشکارکنی هایش از پنهانکاری های مقامات و از کروپسیا در ساحه معارف خیلی نامش سری زبان ها شده بود و نهایت او را با یک جرم ساخته و بافته پشت پنجره زندان کرده بودند جنیدالله خدایارف را و جنیدالله خدایارف را پشت پنجره زندان کردند و به همین مقصد که زبان او را ببندند و یک چند مدت از یک نفری که بیشتر از فساد میگوید و فسادکاری ها را فاش میکند از او خلاص شوند. اما جنیدالله خدایارف به نزدیکی از حبس آزاد شد، اما تماشابینان عزیز، همین عائله از مقامات جبر و ظلمی که دیده ایستادند به هیچ گفتار راست نمی بیاید. جنیدالله خدایارف از حبس آزاد شد، کمی نگذشته جیانش را، علیرضا خدایارف را در راه لطوکوب کرده کشتند. بعد لطوکوب کردن علیرضا یک کشمکش های زیادی به وجود آمد. اینها خواستند که کشندگان یعنی قاتلان علیرضا را به محکمه سعودی بکشند، اما همون نفرانی که قاتلان علیرضا بودند بستگی و پیوندی و خویشاوندی و رابطه نزدیک با شخصان کلان شونده و منصبدار تا به رئیس پارلمان تاجیکستان داشتند و همین خیلی کشمکش ها می رود. نهایت مادر
جیانش رو جیان جنیدالله خدایورف رو زده میکشند و مادرش رو لطکوب میکنند و به پلیس شکایت میکنند که مادر پیرانسال جنیدالله خدایورف گویا اینکه آنها را زده است. مادر جنیدالله خدایورف به جوابگری کشیده می شود و نهایت او را به 2 سال حبس شرطی یعنی حبس خانگی محکوم میکنند. یک کمپیر پیرانسال را محکوم میکنند و حالا برادران جنیدالله خدایورف و فرهاد خدایورف امروز در برنامه خبری با من در تماس بودند. انشالله امیدواریم که در این برنامه هم در تماس میشوند و امیدوارم که فکر و اندیشه های خود را در این باره خواهند گفت. برادران فرهاد خدایورف و جنیدالله خدایورف به ما گفتند که وضعیت چنین است که به خاطر بستگی و خویشاوندی با شخصان منصبدار مقامات سودی، مقامات پلیس ناعادلانه رفتار میکنند، ناعادلانه مقامات سودی حکم میبرارد و دلیل و اثبات های طرف جبر دیده رو نگرفته، جبر دیده باز محکوم به چی می شود؟ به سود می شود که این خیلی باعث نگرانی هست. این یک بحث خردکک نیست تماشابینان عزیز. این هم تو یک نفر کمپیر، یک نفر شخصی، یک زنی سالخورده را حبس کردند یا محکوم به جزا کردند، محکوم به جزای جنایی کردند، این تمام نه. باید تماشابینان عزیز، مردم عزیز، ما در این باره اندیشه کنیم که امروز در چه حال است مقامات. فرزندش را، جگربندش را میبری حبس میکنی، به جرم بیگناه خانه نمیشوی. هم تو حبس شدگی نیست جنیدالله خدایورف، او را شکنجه کردگی هستند و بر ضدش چندین نفر شاهدی دروغ دادگی هست. چندین نفر گرد اطراف همدیاران را مجبور کردگی هستند که شاهدی دروغ بدهد. یعنی یک خصومت در یک دهه، در یک دیار را مقامات با دست خودش ایجاد کرده است. خصومت بین اهل دیار، اهل دهه را، یعنی پایدیواری همدیگر بدبینی، پایدیواری تفریقه، پایدیواری از هم دور شدن ها، از هم پاشیدن ها از جانب مقامات گذاشته می شود. وقتی که شما یک نفر بیگناه را میگیرید میبرید شکنجه میکنید تا او اقرار به گناه شود و چند نفر از گرد و اطراف حق و همسایه هایش را، هم دیارانش را، هم دهه هایش را میبرید و آنها را مجبور به این میکنید که بر ضد او، بر علیه او امضا گذارد، شاهدی بدهد. پس خصومت را بین اهل دهه، بین حق و همسایه کی ایجاد میکند؟ ناباوری به همدیگر را کی ایجاد میکند؟ از هم پراکنده شوی را، یعنی وحدت را برهم زدن را کی ایجاد میکند؟ مقامات. بله، بر زمین این به این قانع نیستند، بردن با جرم ساخته و بافته او را پشت پنجره زندان کردند، به این قانع نشدند. بعد از اون که این آزاد شد جنش را کشتند. در روز روشن زده کشتن. اگر در پشتت یگان نفر مقامات بله زن کش، تو هیچ کس هیچ کار کردن نمیتود میگفتگی نباشد، در روز روشن چه خیل زده میکشند. اگر باوریش نباشد که او جزا نمیبیند، با گروپوای گروهی زده کشتگی هستند، چه خیل میشود.
از این میبراید که این گروه متشکل جنایی با گروه های متشکل جنایی منصبدار پیوستگی دارند، همکاری دارند. برای همین آنها از جوابگری جنایی با 30,000 سومانی خلاص شدند. با 30,000 سومانی خلاص، آدم کشت خلاص. 30,000 سومانی. هیچ کس سر صدا نمی کند. هیچ کس سر صدا نمی کند. گپ در سر همین است. حالا چندین نفر زده کشتگی هستند، با جریمه، با این، با وی، با هر بهانه از جوابگری گریزانیده شده ایستادند. قاتلان به این هم قانع نشده فتنه انگیزی میکنند. یک مادر فرزندش را، جگربندش را بردید زندان کردید بیگناه، نبیره اش را کشتید، نبیره لطه به لطه، دست به دست کلان کردگیش را کشتید. باز قاتلانش را بی جزا میمانید، از عهده جزا دادن قاتلان نمیبرید. و این هم قانع نیستید. کمپیر پیران سالا به این متهم میکنید که گویا با قاتلان نبیرهش در خرخشش شده است و همون بزبله های نویرهش را کشتگی رو این کمپیر زده است. نویرهش زورش نرسیده است. نویره دانشجویش در دانشگاه تحصیل میکردگی نبیرهش به این قاتلان زورش نرسیده است. کمپیر اینها رو زده سود شد. کمپیر اینها رو زده به جوابگری جنایی کشیده شده و هم جزای جنایی گرفت، 2 سال حبس شرطی. ببینید این ظلم تو چند دوزه بی سر و نوک شده رفته ایستاده است. تو چی اندازه ظلم بی سر و نوک. چرا کسی یافت نمی شود که بگوید که های مردم، وقتی که سود قاتل را جزا داده نمیتواند، جزایش را از روی قانون معلوم کرده نمیتواند، مقامات سودی چی لازم؟ وقتی که مقامات انتظامی، مقامات ناظر ترتیبات یعنی وزارت کارهای داخلی علیه نفری که او کریش دارد در رئیس پارلمان کریشش است، خویشاوندش است، خویش و تبارش است، وقتی که بر علیه او به این خاطر پرونده باز کردن نمیتواند و جرم او را برای ثابت کردن کوشش نمی کند، پلیس چی لازم است؟ پلیس برای کی لازم است؟ دولتداری همین خیل است. نه سود وکالت خودش را اجرا کرده میتواند، نه مقامات وزارت کارهای داخلی وظیفه خودش را اجرا کرده میتواند. هر کسی را اینها بد دیدند، از حقیقت گپ زد، از فساد گپ زد، او باید پشت پنجره زندان شود. هر کس حق خود را طلب کرد باید پشت پنجره زندان شود. پس چی باید کرد؟ چی باید کرد؟ حالا تماشابینان عزیز، از یکویی که شما خواهش میکنم که وارد برنامه شوید. اگر این شرایط را داشته باشید، فکر و اندیشه های خود را در این باره گپ زنید. من بی نهایت افسوس میخورم که جامعه ما تا این حد به عدالت
بی‌طرف شده است. یعنی ظلم و استبداد به پوست بدنش چنان فاریده است که هر ظلمی که می شود، هر جبری که می شود بالای این ملت همگی خاموش، باز بر ضمن این خاموشی میلش باز بر ضمن این بله 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 بر کی ها داریم؟ بر ظالمان داریم. بله تو کی همین خیل فرزندش رو میبرند زندان میکنند. بدخشان رو ببینید، فرزندش رو بردن کشتند. مادر برابر مرده فرزندش رو دیدن به هلاکت رسید. در یک ساعت معین، چند ساعت به نرفته، در یک خانه دو جنازه، مادر و پسر. مادر و پسر. چرا؟ به گفت مقامات اینها جنایتکار تروریست بودند. در یک دهه یا که در یک ناحیه 25 نفر را کشتند. 25 نفر کشته شد. شما تصور کنید مقاماتی که وضعیتی تأمین امنیت را تا این حالت آورده میرساند که اگر واقعاً این 25 نفر در یک دیار تروریست باشند، مقامات چنان مقوله کرده، از بودجه مردم پول صرف کرده، معاش خورده، برای چی نمیتواند امنیت مردم را به طور آسایشته تأمین کند و نهایت صلاح کار را در قتل و کشتن میبیند؟ مقامات امنیت چی لازم است؟ شما که امنیت داخلی، امنیت مردم را، آسایشتگی مردم را تامین کردن نمیتوانید، چی علف میخورید در مقامات؟ وقتی که شما قدرتی تامین امنیت و آسایشتگی مردم با طور آسایشته بدون قتل و کشتار ندارید، این نشانگری آن است که شما از عهده تامین آسایشتگی مردم نمیبرید. از عهده تامین آسایشتگی مردم نمیبرید. دلیلش همین است که مردم را کشتید. شما مردم را کشتید. همین دلیل بس است که شما به جوابگری جنایی کشیده شوید. امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سیمومین یتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان، رمضان رحیمزاده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، شما دیگر حق و حقوق در این وظیفه ها بودن ندارید. زورتون نرسد میکشتید. زورتون نرسد میکشتید. اما به طور آسایشته امنیت مردم را تامین کرده نمیتوانید. یعنی کسی کشته شد، این مضمون آن را دارد که کسی زندان شد، کشته شد، این مضمون آن را دارد که او در آزادی و تربیه معنوی تامین کرده نشد. یعنی زور مقامات به تربیه معنوی این شخص زور نرسید. پس او برای رفع کردن یک ضرر شخص به جامعه، او به زندان پرتافته می شود. اما قتل چرا؟ تاجیکستان به حکم قتل مراتوری اعلام کرده است و شما ببینید، شما تا حدی ناتوان هستید که چند تا جوانی در عمرش یک بار یا دو بار سلاح گرفته است یا نه، سلاح را دیده است یا نه، او را زنده دستگیر کرده نمیتوانید. این هم نشانه ناعهده برای شما هست.
و ببینید برمیگردیم به علیرضا. علیرضا یک دانشجویی که در دانشگاه درس خونده ایستاده است، تحصیل کرده ایستاده است، میبیورن در روز روشن رو زده میکشند. اما شما میگیرید مامویش رو، مادر کلانش رو به حبس شرطی محکوم میکنید. حالا بیایید ما برادر فرهاد خدایوف لطفاً میکروفونتون رو فعال کنید. به ما پیوستن فرهاد خدایوف، یعنی پیوندی خودی علیرضا هست، علیرضایی که به خط رسیده است و فرزندی مادر موجیگل غایبова هستند. و حالا از زبان خودشون تماشابینان عزیز میشنویم که قضیه چی بوده. برادر فرهاد خدایوف به برنامه خوش آمدید و امیدوارم این همه ظلم و ستم‌هایی که به سر شما آمده است از جانب مقامات شما را خسته و روح افتاده نکرده است و حتما برای تطبیق شدن عدالت و برای سفید شدن پرونده مادرتان مبارزه خواهید بود. من راستی به همین تاریخ خانواده شما برگشتنیم و چند چیز رو پرسیدنیم. چرا مقامات کوشش دارد در سیمای عائله شما یک عائله جنجالی نشان بدهد؟ چرا این خیلی است؟ سلام علیکم به تمام بینندگان تلویزیون پیام و به خود شما اکای شوکت محمد. راستی توجیه شما آگاه باشید، من در شبکه فیسبوک صفحه خود دارم. این چونین برادرم جنید الله در شبکه فیسبوک صفحه خود دارد و ما در اصل در حقیقت فعال بودیم و این چونین من رئیس بخش حزب سوسیال دموکرات در منطقه و ناحیه رشت از سال 2014 فعالیت داشتم و بر ضد تمامی همان کارهایی که مقامات اجرا میکرد، کارهای غیرقانونی که مقامات در ناحیه رشت عمل میکرد و کارهای غیرقانونی میکرد، من من خودم به برادرم ضد میبرآمدیم با کارهای غیرقانونی مقامداران ناحیه رشت. خب قضیه جنید الله و شما آشنا از قضیه جنید الله که سال 2018 برای فعالیت هایی که داشت در شبکه اجتماعی فیسبوک برای تنقیدهایش او رو با 5 سال با تهمت سلفی گویان زندان کردن که یگان دلیل نبود، اون سلفی نبود و حتی تصور در برای سلفیت نداشت و مقامات ناحیه رشت با تهمت بدون دلیل با شاهدان بردروغ جنید الله را پس پنجره بردن. جنید الله 2 سال که پس پنجره شش برآمد با فرمون عفو سال 2019 بود. خلاصه مقامات ناحیه رشت اساس به خاطر اون ما رو در سیمای ما یعنی که جنجالی یا که جنگجو میجوید که ما به همه کارهای اونها ضد هستیم و از همه اون کارهایی که اونها میکنند شب و روز در منطقه ما آگاه هستیم. اصلا امروز یگان مقامات در تاجیکستان نگی معاش درست نمیگیرد، اونها دست به کروپسی میزنند. ناحیه رشت اصلا ما بسیار در آنجا شناسا داریم، یعنی که نفرانی داریم که به ما خبر میرسونن که به کدام کارهای غیر قانونی دست میزنند. برای طلب عدالت و پاک شدن جامعه از فساد شما مبارزه میبرید به جای تشکر به شما، برای آنکه به شما به آنها کمک کرده ایستادید در
فاش کردن فسادکاری ها به جای تشکر و رحمت این گونه بله 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 چون است راستی همین چند سال اخیر خیلی در بین مقامات امنیت هست، پروکورور هست، مقامات میلیس است، از همه مقامات پسندازترین در تاجیکستان مقامات میلیس است که تمام کامپیتنسی بازی آن دادگی است. قریب 36 تا 40 کامپیتنسی دارند که آنها بیشتر دست به کروپسیون میزنند و در اینجا اساسی که همین وقتی آخر با مادر من یعنی که پروندهش کردن، این فرمایش از رئیس مجلس نمایندگان که از شهرک نوآباد ناحیه غرم است، محمد طاهر زاکریزاده است. خب سپارش از همون شکلی است. من دقیق میگویم یگان تهمت نیست، اگر خواهند کلمه نزدیکاش باشد خودش باشد من رو استفاده میکنم که به همین جنایت دست دادن. خب سنه 12 یولی سال 2021 برادر ما علیرضا را با فرمان خود همین محمد طاهر زاکریزاده و پروکورور ناحیه رشت خویشاوندان نزدیک زاکریزاده یعنی که هم علیشیر نصرالدین و پسر خالای اینا میشوند و پدرشون خب تشکیل کردن علیرضا را کشتن در روز روشن. رئیس مجلس نمایندگان بلوچستان جایی که سوال با میون بیاد که چرا که رئیس مجلس نمایندگان با چنین عمل دست زد؟ خب من به این سوال پاسخ میدم که سال 2014 از جنایت‌های محمد طاهر زاکریزاده کدام به مقامات امنیتی خبر میرسوند. خب یک نفر میگه که همین خدای رفاه هستن که یعنی که از تمام کمدی‌های مردم یعنی که مقامداران گپ میزنن و مینویسن همین رو کردمش و همین کشتار از خود پدر زبیدالله میبیند. همین چیه؟ همین دلیل ها رو همین افشای کمدی های زاکریزاده را از همین میبیند. خب شاید کمی گفت یا دروغ گفت یا وای بود، در اصل زاکریزاده یک جنایتکاری حرفه‌ای است که در کمیته زمین ریسپوبلیکا ده سال کار کرده بود و عموما همین برادرش یک رغبت است دیگر بله یک بندیت به حرف کلام بود و از این با خبر شد و به همین بهانه قصد گرفت از پدر همون علیرضا به همون بهانه پسری را فرمان داد کشتن. شاهدها هستن، شاهدایی که این ویدیو هست که یعنی خودش به واسطه بچه دست داد هم کار. علاوه بر این شبی که مرمون جنایتکاران مقامات میلیس دستگیر کرد افشا شدند که همین در اصل در حقیقتا ما همین جنایت یک جایه دست جمعانه با مصلحت انجام دادیم. کارمندان میلیسای نوآباد همش همین چیزا گفتن با من خیلی طریق تلفنی گفتن که ما همینا راسکلات کردیم که ما همین افشا کردن به گردن گرفتن ما بردیم در دست پروکورور سپردیمش. دیگرش دست پروکورور با تفتیشات قتل یعنی ماده 104 بیند ما دست سپردیمش. انا متاسفانه اون میگه اون وقتی که میگه با اوج رفتیم سپارش از محمد طاهر زاکریزاده که همه قاتلان بجز ظفر نصرالدین دیگرش باش حکمی باید خشوی من تا زندان نشوند. همیشه انا با ماده 110 تاییدش کنه مثلا پرونده بش کنه. بعد یک مفتش کسی برادر رو همین بچه این ماده 104 قصدن دلیل زندگی کشتگی آدمو چه مو 104 نکنیم 110 میکنیم این ناممکنه. گفت این اینا قانون میدونن با خبرن اینا دعوا میکنن خیلی نمیدونن شما را. بعد میگه 104 قسمی 104 قسم یک زدن است که یعنی که کشتار و اینکه چیزی سبک داره تا 8 سال زندان طلب میکند این ماده 104 قسم یک. خب بعد با داودا با هم میزنن میکشن با هم با داودا میکنه که بعد جنایتکارا با زندان کنن. این مقامات تاجیکستان همین است، هم پسرت هم نزدیک تا میکشن باید داودا کنه که بله باز داودا بکنه که قاتلان جزا بگیرن. خب مادر من که برادرم رو به حد از همه کنجی بود علیرضا رو از 60 سالگیش خودش کلانش کرده بود، یعنی پسری برادر نه اصلا، لیکن مادر به مادرش جدی شده بود
و با سوای اولوی خیلی دو فرزند بودم در مادرم کارم کرده بود به همین از دانشجو بود بسیار خیلی به کارهای مادر و پدرم یاری میرسوند اصلا چی وای بود و به یگان کار نداشت یگان کاری مثلا که سیاسی و دانشجو بود فقط به کاری خودش وای بود سال 2018 همین علی شیر نصری همین لفظ خوب کرده بود 237 قسمی یک یعنی که پرونده شده بودن همینجا هم تشکیل کرده بود همین بزرگی زوده کرده بود 237 قسمی سه بود اول یکش کردم 30,000 تومان خطی جریمه آزاد شد نمیدونم سپوری به دولت نداد سپوری باز تشکیل کردن خلاصه که هم با شک کشتن تا خود علی شیر نصرالدین که حمیدو علی شیر نصرالدینویچ حمیدو سمندر سیدهرویچ یعنی کشور و سینا جان اسکندرویچ در ویدیو هستی در آزادی هم یعنی با دستگیری به واسطه پروکتور ناحیه رشت یکی از یاوگری جنایتی آزاد شدن کشورزاده عبدالرشید و رئیس مجلس نمایندگان و رئیس ناحیه رشت مقیم رحیم که به واسطه هم یکی از نفران شما بدونید که در تاجیکستان امروز همه همین شاخه‌های حکومت با یک مافیا یک عالم جنایی تبدیل شدن هر یک نفر آدم اقتدار در هر یک جا زوکیزاده تمام ناحیه رشت رو کنترل میکنه همین جنجالی که بین ما و لویزاده شده بود خیلی همین زوکیزاده تشکیل کرده بود تمامی همین جنایت‌های افشا شدن دیگر جنگ‌ها چی منفعت می‌بیند از همین جنگ تشکیل کردن با خانواده‌اش بسیار سوال بامارید است با منفعت همین بود که لویزاده یکی از نفران نزدیک به خانواده رئیس جمهور بود سابق رئیس ناحیه رشت است یکی از شخصی با آبرومند و یکی از مافیازان رشت بود که زاکیزاده در هیچ حساب نمیکرد برای از صحنه سیاسی دور کردن همین لویزاده همین مسئله را تشکیل کرد خیلی زاکیزاده این از سال 2014 همین نقشه را کشید اصلا آورد یگان آدم نفرانی که ما در مقابل ظلم یگان کسی که احتلاف نمیکنیم زیان ظلم از سرخم نمیکنیم ما بودیم و ما آورد توری کردم یا توسط یکی از رفیقانش مراد و فریدون گفتنی شخص همدیهای ما هست یکی از او راهبری چی بود عدلقدر غرم بود اما رئیس عدلقدری همون ناحیه و رئیس ناحیه رشت خلاصه همین جنجال تشکیل کرد برای از همین آدمی وقتی که زاکیزاده لویزاده در نزد پرزیدنت سیاه کرد باز توسط دیگر مقامات ها همین چی تشکیل کرد یعنی مقاله تشکیل کرد نویس دیگر کار کرد با مقصدی برای هدف خودش که همین از صحنه سیاسی دور کنه و همین دلیل رشتی سال 2020 انتخاب رو شد بعد رئیس پارلمان کی میشد لویزاده میشد ولی زاکیزاده به همین بهانه اینا سیاه کرد پیش کرد و خودش رئیس پارلمان شد و آدم این که بعضی از اینفورماسیون هایی که واقعا با ما بر ضد همون لویزاده می اومد از یک جای کانکریت می اومد یعنی اینفورماسیون که می اومد درباره فروش انگشت بله فروش انگشت و از خود کردن کنهای انگشت و آنها را برای فسادکاری رد و بدل کردنش و هاکذا معلومات‌های جدی می اومد که واقعا یک دستی شخصی مهم وجود داشت در اونجا بله من حتی همین نفرایی که در همین کار دست دارن خب بعضا هیتش به من دوست هستن من خودی نمیخوام که افشا شوند تا به من پیوسته در علاقه همه معلومات را چخیل آوردن و چخیل بکی رسوندن چخیل کردن برای همین ایسان خاک در واقع لویزاده یک جنایتکار بود به یک شک صبح یک جنایتکاری حرفه‌ای بیان بود که به همه کار دست دادگی بود به همه دست پس دادگی بود ولی سببی که لویزاده از منصب دور کرده با منفعت بود که همین با هدف این بود که رئیس پارلمان اون نشود و یعنی همین حالا شکرجان ظهورف هم از همین ناحیه رشت بود بله نه شکرجان ظهورف از ناحیه رشت بود ولی از ناحیه 5 است یعنی از ناحیه رشت ناحیه 5 است بله
از مردمی تایید داره از نوع 5 است و یک در تقسیماتی وظیفه ها از سال 1997 بعد اشتی ملی همین وظیفه رئیس پارلمان بعد مجلس نمایندگان مجلس عالی باید از مردم رشت باشد. چی طوری که میبینیم سروازی از باید از چی باشد. همین باعث شده که اینها یک کمتر آبرو گرفتن. من رئیس مجلس نمایندگان شما گفته خون یک گریش رو خوردن سر میکنه. بله یعنی که ما در همین جا چی شدگین چی میگن برای قربانی همین سیاستی همین دو نفر شدگین در بازی همین دو نفر شدگین. در اصل همینجا بگویم شما با ویدیو با نواری که همون سینوجان اسکندر اقرار شده است که همون نفر در قتل علی رضا شرکت داشت. ما در برنامه خبری امروز علیه او نوار رو پهن کردگی هستیم، نشر کردگی هستیم. تماشابینان عزیز بعد تماشای این برنامه میتوانید برنامه خبری پیام نیوز را در شبکه یوتیوبی پیام تیوی پیگیری کنید و آنجا نوار اقرار شدن به قتل علی رضا را از زبان همون سینوجان اسکندر بشنوید. اینجا هم من میتوانستم پیشکش شما گردانم چون که دستی تنها هستم در این همین مسئله، شخصی نو هستم، نمیتوانم. حالا من همینجا یک سوال میدیم با شما. با حبس کردن جنیدالله مقامات چی میخواستند؟ یعنی جنیدالله رو حبس کردن، خب چی مراد شده از حبسی؟ جنیدالله یک شخصی فعال بود که مینویست کمبودی های مقامات ناحیه رشت از داخلی همون ناحیه رشت مینویست. در اول او توسطی ارگان های دخلدار از جمله پروکراتور مینویست به شبکه‌های اجتماعی. خب یک چند خیلی وقتی که در مثال هر انسانی که دربارش یک مقامدار و منصبدار که دربارش نویسی در چی ما در همین منتالیتی ما در منتالیتی ما هم یکی او دشمن نمره یک میگرده و از اون کمبودی خش خفه نمیشه و از اون جنایتکاری بودن خش خفه نمیشه که اصلا خفه نمیشه که همون یک کمبودیش افشا کردی. یعنی شبکه‌های اجتماعی نمی نوشت و اول به مقامات‌های ذی‌دخل مراجعت میکرد که همینجا همین فسادخوری است. بله از جمله نمی یک کشور و جاندارشو دایرکت مکتب بود آشکارا از نام خودش نویس جمع کرده بود همین 100,000 سومونی زیادتر بیشتر با فایده دولت رویانده شده از مکان برکنار شد. وقتی جمع کرده بود. بله با دیگرش حسین سجلال که اینمی قتل را که بچه پسر خاله زوکی زاده و این نایستگی بود که مقصد در مکتب چقدر کمبودی دارد مثال معروف خوب نقصر میفهمید و همون با دشمنی داشتن از همین ها استفاده بردن. وقتی که در شبکه‌های اجتماعی نویس لایق زاده من دعوت کرد. ما در بسیاری مسائل از من ما یک دیگه گپ می‌زدیم بحث می‌کردیم مسائل همین کمبودی‌هایی که در رشت میشید من میگفتم آشکارا ملت خیلی برو میشین صحبت می‌کردیم و گفت که همین جنیدالله بسیار نایسته است از مقصد بو نایسته جنیدالله راستی گپای وی گوش نکرد با او اعتبار نداد و یک کارش دوام داد و لایق زاده یک مکتوب خیلی محکم کرد 15 سوتکه برای یک چند جنایت‌هاش من در همون SMS قطعی نوشتم و دعوت کردم محکم کرد سال 2018 بود 15 سوتکه. خب بعد در از برای جنیدالله عریضه نویس که همین جنیدالله سلفی است دیگر است. خب و جنیدالله با عریضه همین محکم کردن ولی زوکی زاده تو اخیر انجام دادن کارا تو اخیر بردش. بعد و از ما بو خوردیم هم گپ شدیم و گفت که من دیگه پشیمون شدم مثال پشیمونی کرد که خیلی کار شده دیگه لیکن من ایده‌ام دیگه نمیاد حرکت پرونده شده من دیگه آدمو شده لیکن بعد از حبس جنیدالله خود شما شخصا خود جنیدالله هم یک کمتر احتیاطکار شدن
و با احتیاط می نویسندگی شدین. مثلا گریم در شبکه‌های اجتماعی مثلا گریم وقتی که یگان اینترویو پرسیده میشد یا که یگان مصاحبه پرسیده میشد با احتیاط گپ میزدین و کوشش میکردین که بعضی از همون خرخشه هایی که با مقامات بود دیگه تکرار نشود. خود جنیدالله هم خیلی نسبت پیشتر نویس هایش یک کم رنگ دیگر گرفته بود، اما چرا با همین حبس کردن جنیدالله مقامات قانع نشد و این نفرایی که شما منصبدارانی که شما گفته اید قانع نشدند و باز به از روی گفته شما به قتل جینتون، به قتل همونی که همچون دادر در خانه شما همچون فرزند مادرتون کلان شده است به قتل او دست زدند. چرا با این قانع نشدن اینها؟ ما هرچند یگان محل من سیاست خوب بازی اینها رو خوب میفهمم. من هرچند در این شبکه‌های اجتماعی همون که 98% که کارهایی که من در نسبت ما میشود جنگ‌های اطلاعاتی که میشود معلومات‌های پیشنهاد میکنم به هم مقامات دخلدار و اونها رو وای میکنم، یک 98% من در این چی نمی‌نویسم در همین طریق شبکه اجتماعی و من در مقامات دخلدار از جمله بعد دستگاه رئیس جمهور و دیگر پروکورور گنرالی از همین جا ایستاده صدها جنایت‌های آنها پیشنهاد میکنم که این خیلی جنایت‌ها دارن و ما هیچ محل ما احتیاطکار نبودیم. ما آشکارا طریقی اگر رسانه‌ها هم که نکنیم طریقی همون چی رو میرسونن که به هم خاطر قطعی ما هیچ محل سازگار نمیان. به خاطر چی؟ اونجا هستن انسان‌هایی هستن در بین مقامات‌ها که اعتراف میکنن که واقعا همین انسان‌ها یگان منفعت برای منفعت همین جمعیت کار میکنن. یعنی که مسئله هست که وقتی که یک موضوع که مینویسی همین جمعیت در همون کار ضرر رسه همون اصلاح میشد منفعت جامعه. آدمایی هستن که منفعت خودشون از منفعت جامعه بالا میبینن، اونها هیچ محل نمیخوان که تو بعضیون منفعت اونها یا اون گپی اون سخن بکنید. به همون خاطر از همین مثال از این من اصلا درباره رئیس جمهور یگان گپی تحول خیلی راست گپ نمی‌نویسم، به خاطر بعضا فکر میکنن که شاید من احتیاط کار بگیرم. نه این گونه نیست. راست گپ من به خاطر همه این همین نوشته ها به خاطر اون است که همین خیلی با اون سطح بالا نرفتیم، لیکن برای من اگر لازم شد باشد من همه از هر کسی که مثلا دست به جنایت میزنه خو رئیس جمهور باشد خو پسر رئیس جمهور باشد خو کسی نباشد من آشکارا گام میزنم اگر لازم باشد. لازم هست وقتی وقتی نگاه میکنم وقتی که انسان نبیند که دیگر هرچند مینویسد عرض میکند هیچ که به دادش نمیرسد بعد آشکارا در همین عیب و گناه مقامات ها در مدیریت نبیند، مدیریت شخصی اول نبیند که این همه کمبودی در شخص اول است. چرا که مثال شخص اول رو مثال در بعضا بسیار بچه‌های هستن از رشکی در این شبکه‌های اجتماعی از امام رحمان روی راست تنقید میکنن، یگان مراتبه یگان مقامات در خانه آنها نمیرود. برای چی؟ برای آنها برای رئیس جمهور اهمیت ندارد یا برای منفعت شخصی خودشون کار میکنن. برای منفعتی ما که بر زیدی و گام میزنیم با در هم داخلی در هم رشکی هستند خود رئیس نشین لیسا و خود نشین امنیت و خود پروکورور باشد و برای منفعت شخصی خودشون کار تشکیل میکنن، نه اینکه برای رئیس جمهور یا که برای دیگر ما یکی از درست. حالا با این حبس مادرتون با این مسئله وارد شویم. ببینید جنیدالله همون در شبکه اجتماعی فیسبوک در صحیفه‌اش می‌نویست که این خیلی شد مادرم بیگناهیش اثبات شد، شاهدانی که آنها مجبورن برده از آنها مثال گریم اقرار شدن و اقرار شوی ها امضا گرفتگی بودن، آنها رفتن دیگه گفتن که این گپ های من نبود و ها ها گفتن میگرفت و ما میخوندیم فکر میکردیم و خرسند میشدیم که الحمدلله مادر جنیدالله و فرهاد خداییرفا آزاد بشوند چون که جرم‌هایشان ثابت نشده ایستاده است. و نهایت فهمیدیم که
قاتلان آزاد، قاتلان در آزادی چرخ زده گشتند و مادر شما به حبس خانگی محکوم شدند. این مادر من بسیار سوال بناری مادر من وقتی که پروندهش کردن سوای پروندهش کردنش همین بود که همون علیشه نصرالدین یکی از قاتلان بود، قاتلان قتل بود، همه اثبات هست. وقتی آزاد باشد هر انسانی که یعنی قاتل فرزندش ببیند یا که یک نزدیکش ببیند یک نفرت دارد به او. اگر ممکن دستش برسه یگان هر کاری ادیسیو بکنه در حق اون انسان اگر از کنترل بیرون شود، از اینکه از کنترل بیرون شود. خب میبیند همون نفر همون علیشه نصرالدین میبیند در همونجا علیشه نصرالدین پرووکاسیا میکنه در روز هم مرده امکش میگه که خرسانشی که یعنی امکی مرد منصور حمید و امکی مرد خرسانشی میگه نه چی خرسان میشه مردن امکی من میخواستم که امکی تو همون پسرش که پسری من بعد دادیش در قلبش کار زد کشت این مرده من میدید فهمید بعد میفهمید که درد چقدره من از مردنش که وای نمیشم خرسان نمیشم بعد همین سخن و با غضب میام میخیزم مادر منش رد میکنه اونجا یک سه چهار در اون دهه ما کلون سیاست قشلوقه هم سه چهار اولاد است. همین سه اولاد مقامات بازی ما کرده هم سه چهار اولاد بزبی کو بازی ما شروندگی بعضی برای کارهای عادی ده. خلاصه با شاهدی بر همین سه چهار نفر بردروغ شاهدی دادگی هم سه چهار نفر مقامات یکی همین احیا داده بلال میام یکی شما مردک نیستی اون طرف در بیو بازی چون پرنده میشکویم احیازاده بلال یکی از نزدیکانی پروکرور ناحیه رشت است. پروکرور ناحیه رشت کشورزاده از ناحیه ونجانیو میگه بیا شما بازی چی جنایدلو و مادرش به اینا بتیم ما پرنده میشکویم سپارش است بالا که محکم کنین اون را. خب جنایدلو هم میخواستم محکم کنم. خب ما در داخل مقامات علمای نزدیک آدم‌های باوری هستن گفتن که برو که محکم بکنن جنایدلو برآمد و مادر من برعکس شاهدی هست که در همجای استاد مکتب عموما نه به ما یگان قسمت دارم با دیدگی که علیشه نصرالدین برعکس مادر من رفت کرده میرود همجای $800 آمریکایی این ضبط هست که من شما میپرتم که یازنه علیشه میگن گفته که $800 ای اصلا گفتنی یک تقاضا از دهه پوجی پویان مبلغ از وای یک بیزنسمن $800 از من گرفته بودم با عبدالرسول اکسپرت میدیا میفرماد که ساعت زدنش سیم کافون چیکار خیلی میگه که این سری من نزدن کافون فلان بودم اکسپرت $800 ازش میگه میگه که $800 گرفته با من اکسپرتی چی تشخیص سودی میتیاد با علیشه نصرالدین و از همون شاهدای بردروغ خصومدار شاهد تشکیل میکنه که همین از زهد همین موجود غریبه که علیشه نصرالدین 28 29 ساله مادر من 67 ساله هیله بیچاره میگردد با درگم پسرش انا که گرفته همین کمپینی بیچاره پروندهش کردن با علاوه بر این خواهرم پرونده با همین قسم مادرش کردن که شکایدن علیشه نصرالدین 130 قسم یکش کردن با همین قنایستان با همین دلیل های ما قسم یکش کردن و 2018 او رسیدگیش بود یعنی تکرار همین جنایت کردگی بود علیزاده لاف کردگی بود علیشه نصرالدین 130 قسمی دو بود اما باز این سودی نوعی لخش اگر باشه که فرمایشی نباشه در حالت دوم بار تکرار کردنش علیرضا رو کشته. بله بعد این حتما زندانی میشید یکی اصحاب اون که زاکرزاده و همون گروهی جنایتکاری نوعی رشت یک گروهی جنایتکاری متشکل میگن خیلی حکمتی اوزی گروهی متشکل جنایی که در مقامات ملیشت محمد طاهر زاکرزاده رئیس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان همه کارها خوب میرفتن همه کارها خوب رفتن در فصل سودی رفتن سود همه بیگناهی مادر من اثبات کرد که در حقیقت همین مادر بیگناه بود این آدمو دروغ میگفتن شخصی خالص اومد که شاهدی خالص که همین کار اینه خشتگی است همین مادر نه همین زده است نه خوای زدن داره همین برعکس همین مادر چند شتا زد افترون داشت. خب بعد دیگر این که مادر من تشخیصی طبی از جنبه گذشت یعنی که همین میانش معیب شده بود میان مادر من معیب کرده بود اما علیشه نصرالدین یعنی تشخیصی ضرر میانه
به سلامتی رسیدگی باید. همین هم احیازاده بیلال که یگان حقوق نداره، حقوقی از نگاه قانونی حقوق ندارد، گیتا بیکار کرده. همین تشخیص طبیه که این که توسط همون اکسپرتی رشت بیکار کرده میده. خب خلاصه که همین جنایتکاری که رسیدیویست است، تکرارا جنایت کرده است، در قتل دست دارند، با آزادش کردن یک کامپیوتر سود کردن. یعنی از درگیجوی همین عدالت هست، همین درگیجوی همین کی دیگر به همین حکومت تاجیکستان، کی به همین امامعلی رحمان و تمام وزیران و کبیران جنایتکارش باور میکند و کی آینده نیکی همین کشور باور میکند وقتی که عدالت در جامعه نباشد، وقتی عدالت رعایت نشود. کی آخرین سوال من، حالا پیوندان شما خودتان جنیدالله که در خارج هستید و در پهلوی مادرتان کیها هستند و آیا یگان تصمیم جنیدالله به من گفت، من میخوام فکر شما رو بشنوم، یگان تصمیم شکایت به تجدید نظر به سود هست وجود دارد؟ خب از نقطه نظر قانونی اگر بگیم، من اگر بدونم که در تاجیکستان واقعا عدالت سودی برقرار می شود، از سوی زینه اول از سوی زینه دیوم یکم نشه دیوم می شود، این گونه نیست. در تاجیکستان وقتی که اگر باشه مفتش تو پرونده شکایت تو با حتما به همون دلیل باید زندان کنه، با همون دلیل تو باید زندان کنه. خلاصه یعنی که معنا ندارد همین شکایت کاساسیونی بردن از بالای مرحله سودی اول، ولی باز برای تنتنه عدالت ما کوشش میکنیم و میبینیم که اگر ما شکایت کاساسیونی بنویسیم و یگان نتیجه میگیرد، ما همیشه رای کردن هستیم و خود مقامات ملیسا یعنی که همون احیازاده بیلال و صفارزاده سردار شیوکیده شهرک نوآباد ناحیه رشت، اینها وقتی پرونده شکایت میشکویی طبق طلبات ماده 360 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، وقتی که غیر قانونی پرونده میشکویی پرونده در سود یعنی که اثبات اخشا نمیاد، باید به جوابگاهی جنایتی بکشن. از 3 تا 5 سال حبس است و هر یک مفتش وقتی پرونده میشکوید کوشش میکند که کوشش به خرج میده که همین پرونده باید بگذره در دادگاه، باید بگذره، نگذره باید به جوابگاهی کشیده شود. از بس که سودها پایبندی یکی زبان کوتاهن از یکدیگر، مثلا از مقامات ملی از مقامات هرچند شاخه جداگانه حاکمیت هستند، از 3 شاخه بله هرچند شاخه علاهیده حاکمیت است که باید به یگان نهاد باید اطاعت نکند و عدالت را باید فقط برقرار کند. متاسفانه در موت نیست، در تاجیکستان این گونه نیست. و همین وقتی که تو پرونده تا شکایت مادر شما باور ندارید که عدالت برقرار می شود و باور ندارید که بیگناهی مادرتان رو در سوتی کاساسیونی میتونید ثابت کنید، به این باور ندارید، اما حتما برای تنتنه عدالت حتما شکایت کاساسیونی میبرید. بله حتی من فکر دارم که تو سازمان بین المللی یا تو مراجعت کنم اگر ببینم که مادر اگر روزگی بکرد این قوت توان داشته باشد، زیرا که به حد در این طول 1 سال به حد خسته کردن مادر ما را، به حد هر روز دعوت کرده، فریاد کرده، تحقیر کرده. حالا اون مادر من خیلی زن جسور است، مادر جسور است که از یگان انسان سری ترسان دارد. گپش در همه جامعه زن گپش کرده، در همه جامعه زن از هیچ انسان سری ترسان دارد. ولی اگر بچه او خودش روزگی بکرد، من میخوام که با سینه‌های بالایی شکایت برم، لیکن اگر که روزگی نباشه یا که بچه‌م خسته شدم، من این مسئله کردن نمیتونم. بله من حتی اومدم که تو سازمان بین المللی شکایت برم برای تنظیم عدالت. سلامت و سربلند باشید. سلامت باشید. تشکر زیاد برادر عزیز. سلامت باشید. تماشابینان عزیز، چنانکه که شنیدیم از زبان خود فرزند یک زنی پیرانسال موجوگل غایبووا که
حالا به 2 سال حبس شرطی محکوم شده است. چیزی که بود حاجت به شرح نیست، چون که از زبان خود فرزندشان ما شنیدیم. حالا تماشابینان عزیز به موضوع دوم، موضوع دیگر میگذاریم. این هم باشد اظهارات پیمان ملی تاجیکستان درباره توصیه و مراجعتش به مردم ولایت مختار کوهستانی بدخشان که در خارج به سر میبرند. پیمان ملی تاجیکستان یک اظهارات نشر کرد و واقعا چند اونجا توصیه ها داده است. گفته شده است با در نظر داشت حادثه های زیادی بازداشت خودسرانه هنگام وارد شدن به فرودگاه بین المللی دوشنبه، اینچنین در گذرگاه های سرحدی زمینی ازبکستان و زادگان ولایت مختار کوهستانی بدخشان که در خارج استقامت تحصیل و کار میکنند باید از سفر به تاجیکستان خودداری کنند. کشورهای خارجی که زادگان ولایت مختار کوهستانی بدخشان در آنجا زندگی، تحصیل و کار میکنند، وضع حقوقی آنها را با در نظر داشت تهدید جدی، تعقیب و شکنجه و دیگر مناسبت بیرحمانه که هنگام وارد شدن به تاجیکستان به اتهام ساخته افراطگرایی دچار شدنشان ممکن است تمدید کنند. کشورهای خارجی که بدخشانی ها از ترس تهدید و تعقیب و فشار پناهندگی سیاسی درخواست کردند، عریضه آنها را دیده برآیند و به آنها حمایه بین المللی را تامین نمایند. باز پیمان ملی تاجیکستان خواسته است که کشورهای خارجی که بدخشانی ها با سبب ویران کردن رژیم روادید یا با دیگر سبب ها دستگیر شده اند و آنها را اخراج یا استرداد به تاجیکستان تهدید میکند، باید با در نظر داشت عاقبت های به حیات تهدید کننده که در تاجیکستان دچار میشوند از آن خودداری کنند. گفته شده است که در اظهارات پیمان ملی تاجیکستان وضع ولایت مختار کوهستانی بدخشان و تاجیکستان را با دقت پیگیری کرده در حالت ضروری با در نظر داشت آنکه وضع چگونه تحول خواهد یافت با انتشار اظهارات نوسازی خواهد کرد. رهبریت پیمان ملی تاجیکستان برای دیدار گفتگو با همه جانب‌ها از جمله نمایندگی‌های دیپلماتی، سازمان‌های بین‌المللی و ساختارهای خصوصی منفعت‌دار در حال تعقیب و سرکوبی بی‌سابقه بدخشانی‌ها از جمله از جانب رژیم سرکوبگری تاجیکستان آماده است. این اظهارات پیمان ملی تاجیکستان دیروز در همان صحیفه پیمان ملی تاجیکستان به نشر رسیده است. حالا در مهمانی ما معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان استاد علیم شیرزمانوف حضور دارند. علیم شیرزمانوف شخصی هستند که مقامات جمهوری تاجیکستان یکی از سرکردگان ناآرامی ها گویا در بدخشان میدوند. گویا همین علیم شیرزمانوف است که از همین اروپا استاده مردم بدخشان را، ولایت مختار کوهستانی بدخشان را به خیابان ها رسانیده است و همین علیم شیرزمان است که گپ همین علیم شیرزمانوف را گوش کرده مردم به خیابان ها برآمده تظاهرات برپا کرده اند. اما مقاماتی که تیر دارد، توپ دارد، تفنگ دارد، تانک دارد، وزارت کارهای داخلی دارد، کمیته امنیتی ملی دارد، او را گوش نمی کردند و همین علیم شیرزمانو که حالا در روبرویتان دیده ایستادید همین نفر را گوش می کردند. و حالا این کس برابر آن که یک نفر تحریک دهنده جامعه ولایت مختار کوهستان بدخشان دانسته شده اند، با اقرار مقامات تاجیکستان شاید تا شخص رئیس جمهور امام علی رحمان در نوبت خود معاون پیمان ملی تاجیکستان هستند و من از ایشان میخواهم که شرح بدهند که چی وادار کرده پیمان ملی تاجیکستان را که این اظهارات را پخش کند. سلام و درود به شما و تماشابینان شما و تشکر میکنم از شما برای دعوتتون به برنامه. خب ببینید،
هر یک شهروند امروز حتی شهروندای جمهوری تاجیکستان که تا به نزدیکی ها تا به همین واقعه های اخیر روشان قتل عام روشان از حکومت جانبداری میکردن امروز خاموشی اختیار کردن، چون که اون دهشتی که سر زده است و بر اثر اون دهشتی که اون واقعه های دهشت باره که این حکومت بالای مردم بدخشان آورد و بر اثر اون تعقیب و فشار سراسری بدخشانی ها را برای انداخته است. حتی جانبداران همین مقامات هم در حیرت ماندن و خاموشی اختیار کردن حداقل. و این نشانگر آن است که همه تاجیک ها به همون تاجیک هایی که حتی فعال نیستن در شبکه ها و در دیگر جاها، همه تاجیک ها امروز همین توصیه را به هر یک بدخشانی میدادن که هر کاری کنید که در بیرون اگر باشد به تاجیکستان نبیاید که در اینجا به حیاتتان خطر جدی تهدید میکند. و همه تاجیک ها این را درک کردند، جانبداران خود حکومت هم همین را درک کردند و اون چیزی که پیمان ملی تاجیکستان اون را علنی در تمام خب مردم اعلان کرد، تقریبا تمام تاجیک ها همین را به هر یک بدخشانی توصیه میدادند، چون که واقعا هم اون فشار سراسری که نسبت بدخشانی ها امروز پیاده میگردد، امروز روزنامه‌نگار بدخشانی بازداشت می شود، امروز حقوق حامی حقوق بدخشانی بازداشت می شود، امروز ادوکات بدخشانی بازداشت می شود، امروز بجز شاعران درباری دیگر تمام بدخشانی ها امروز مورد فشار و تعقیب قرار دارند و هر یک بدخشانی امروز آسیب پذیر شده است در جمهوری تاجیکستان. و طبق اطلاعاتی که در دست داریم حتی در نایه‌ها و دیگر نایه‌ها و شهرهای جمهوری تاجیکستان بدخشانی ها را ثبت نام میکنند، یعنی پاسپورت رژیم گفته، با هر بهانه میگن که این به خاطر فلان کار و خدمت رسانی های کمونالی، لیکن از چی سبب باشد که فقط به خانه بدخشانی ها می روند و بدخشانی ها را امروز چی میگن تصادفی، یعنی ویبرچنه به گفت روسو بازداشت میکنن یک بدخشانی را که او شاید صاحب کار باشد که یک دو سوم زیادی داشته باشد، یک منصبدار سابق باشد، یعنی بدخشانی ها را بازداشت میکنند و بعد بازداشت تلفن ها و دیگر شبکه هایشان رو تشخیص میدهند. پیش از بازداشت نه، این خیلی نه که پیش از بازداشت تشخیص دادن که این نفر با علیم شیرزمانوف سلام علیک کرده است یا تبریک بر کدام روز تولد دو طرفه کردند یا یگان چیز دیگر. اول یعنی بازداشت میکنند بعد این رو معلوم میکنند. بازداشت میکنند، تشخیص میدهند، شاید با شیرزمانوف مکالمه داشته است، شاید با یک نفر دیگری که بیرون از تاجیکستان است، از فعالان جمعیتی بدخشانی و نه فقط بدخشانی، و جزئی ترین بهانه را که پیدا میکنند این برادران و خواهران را مورد آزار و شکنجه قرار میدهند به اشتراکی وکیل مدافع. اینا را شکنجه و آزار میدهند و اینا را مجبور میکنند که اینها خودشان تهمت کنند و این تهمت ها را تلاش میکنند که نوار بردارند و انسان که نوارش را پخش کردن دیگر او
شهروند نمیداند که این حالا شما نمی اندیشید که همین حالت یعنی شکنجه بالای مردم بدخشان به خاطر اینکه آنها یعنی این خستان‌هایشان و این آشوب‌هایشان یا اینکه این تظاهرات‌هایشان قانع کننده نیست، باید بیشتر بخیزند یا اینکه نه میدونید چی، متاسفانه من تا دیروز مطمئن بر این بودم که همین رژیم بدخشانی ها را چون یک مخالف شناخت، برای خب تهدید به حکومت خود شناخت و به خاطر آن بدخشانی ها با نسبت بدخشانی ها همین خیلی مناسبت کرد و فرق نداشت برای این حکومت که او بدخشانی است یا کولابی است یا غرمی است. لیکن متاسفانه از دیروز به این سو به خلاصه اومدم که در اینجا واقعا هم یک تبعیض وجود دارد. متاسفانه حتی از برادرانی که تا دیروز نفرانی بودند که اونها رو برادر میشمردم از تاجیکان غیر بدخشانی، از برخوردشان نسبت همین مسئله درک کردم که همین بدبینی دیگرگون بودن بدخشانی در نهاد، یعنی همین محلچگی در نهاد محلچگی بدخشانی را من نمیگم محلچگی بدخشانی که خود را هم زبانن هم فرهنگن هم مذهبن تفاوت میبیند نسبت دیگران و این تفاوت را میخواد حمایت کند. این طبیعت انسان است دیگر. لیکن محل های دیگر نسبت این بدبینی دارند و از همون پرابلم چهارشنبه که است، همون پرابلم باعث قتل عام بدخشانی شد. عیناً همین پرابلم، چون که در هیئت جزو تامهای وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی بیشترین تکفیری ها و بیشترین و رادیکال ها یعنی افراطی ها در همین نهادها هستند. چون همون کی بود؟ گلمراد بود، کی بود؟ گلمراد حلیمی از همین درگاه برآمده است و او شاگردای زیادی در اینجا دارد، میفهمید؟ و همون قاتلانی که بودن آنها خیلی یعنی با ذوق مردم رو میکشتن. معلوم است که با ذوق تام مردم رو قتل عام کردن و این بسیار نگران کننده است. و اون مراجعاتی که ما کردیم اینجا من یک چیز پرسیدنی هم روزنامه‌نگار امرالله نظام در پست صفحه فیسبوکیش نوشت که پیمان ملی تاجیکستان وضع ولایت مختار کوهستان بدخشان را از نزدیک مسافه 5000 کیلومتر پیگیری کرده دیده است که آنجا مذهبی بدخشانی پیدا شده و بدخشان جدا از تاجیکستان است. در کجای اظهارات شما این گونه گپ؟ با چنین توهینی که نسبت شخصا من همین بنده خدا کرد، من پاسخ ندارم و نام این نفر رو گرفتنم نمیخوام در سخنم و پاسخ هم دادنی نیستم. همین خیل برداشت هایی که در داخل کمیته دولتی امنیت ملی، در داخل وزارت کارهای داخلی، همین برداشت های همین نفر است که باعث قتل عام بدخشانی شد. یعنی همین فکرهایی که حالا امرالله یعنی دارد تفاوت من را اینها برداشت ندارم. من که او تفاوت قومی، تفاوت مذهبی، تفاوت فرهنگی که من با اینها دارم، اینها برداشت نمیتوانند. در دنیا چنین مناسبت یک وقتا نسبت یهودی ها بود که امروز تاجیکان نسبت بعضی تاجیکان، نه همه، بعضی تاجیکان در مثال امرالله نسبت بدخشانی ها دارند.
یعنی حالا فکر میکنید که همین مبارزه مقامات تاجیکستان برگرفته از این گفته های شما هست؟ مقامات تاجیکستان، مقامات اذیتی مستر کرده تارامونوف، اینها به خاطر بقای قدرت خودشون، اینا که مذهب ندارن، اینا که ایمان ندارن، اینا که خدا ندارن، اینا که نه مسلمانند، هیچ کس نیستن. لیکن اون نفرای افراطی که در داخل همین نظام راه یافتن، اونایی که محض بر ضد نهضت اسلام هم همونا چیز شدن، یعنی خستن، همانهایی که چی بگویم افراطی ها به مقامات راه یافتن. من خودم در بدخشان دیدم، در همون قسم سرحدی که و کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی زندگی میکردن، اینها که مردم بیچاره رو چیز سطر خواهرای ما رو سطر بر ضد سطر مبارزه می بردن، زنهای خودشان یگان تاشون به سطر نبودن، همش سطر داشت. بله همش سطر داشت و همین دوزنی کارمند امنیتی که به ناحیه اش می اومد همسرش سطر داشت، همش سطر داشت. سطر داشتن، من ضد سطر داشتن نیستم، من ضد سطر نیستم، همین رو درک کنید که من ضد سطر نیستم. لیکن اونه که دیگران رو به افراطیت محکوم میکند و بر ضد سطر مبارزه میبرد و خودش در خانه خود اون رو جاری کرده است، او افراطی ترین است که او بیمار است. بیمار، بله او بیمار است، او افراطی است و او در همین موردها نسبت دیگرها، او که در دست سلاح دارد و حق استفاده، حق قانونی استفاده سلاح را دارد، او به قتل عام مشغول می شود. اگر چنین برادرایی که در شبکه ها می نویسند اینها هم حق استفاده سلاح را می داشتند. خیزش مردم در بدخشان مذهبی بود یا آزادی خواهی ملی؟ در بدخشان خیزش نبود. در بدخشان مردم زندگی میخواستند، زیستن میخواستند. همین مردمایی که خب دیگر از سال 92 به این روز بخشیده نشدن، اونا فقط زیستن میخواستند، زیستن باز با صفت بلند هم نه. همین نفرانه که امروز 13,000 رو هم به خلبش دادیم، هم به الفت خانم دادیم، هم به کمیته 44 دادیم، هم به این خدا رحمت کند همین قدر شهیدان دادیم با $13,000. آخر این مگر احمقی نیست؟ چونین احمقی، چونین تحقیر نسبت همین مردم، این مردم بیچاره، باور کنید اینا همون خدا رحمتی محمد باقر و یا یادگار، اونها خیلی فقیرانه زندگی داشتن، فقیرانه زندگی داشتن. اما شما میگویید اونها، من ندیدم اونها را چگونه زندگی میکردن، لیکن فکر میکنم شما که در خروخ زندگی کردگی هستید، در بدخشان زندگی کردگی هستید، اونها را میشناسید، دیدید زندگی اونها را. اونها میگوید که اونها فقیرانه زندگی میکردند. پس این مقامات میگوید نارکوباران بودن، باندید بودن، گروه متشکل جنایی بودن. این گروه متشکل جنایی خودش فقیر باشد، این گروهش رو با چی تامین میکرد؟ گروه متشکل جنایی تمام بدخشان است، تمام بدخشان، یعنی در درون ناخونک، یعنی نه همین برداشت اینا، برداشت مقامات. مثال در 25 نوامبر یک جوان را کشتند و 2 جوان را در پی او 3 جوان کشته شد در 25 نوامبر. بله. در تمام کنار دنیا هر یک بدخشانی رو که من میشناختم ماتم داشت.
برای یک نفر. یعنی برای یک نفره که اینا جنایتکار میگویند، یعنی همه ماتم داشتگان اینا شریک همون جنایتکار بودن. چون که اینا اگر به خاطر فرض کردیم یگان جنایتکاری که در دنیا میشناسیم، جنایتکار آدم کش و آدم ربا و فرض کردیم نرکبران و دیگر اگر در دنیا کشته شود و در کشتن وی نفران بغیر از خویش تبار نزدیک او اگر در ماتم بشینند، پس اینها شریک جنایتند. ما تمام بدخشان در ماتم گلبدین بودیم، پس ما همه شریک همون جنایتیم، چون که ما او را جنایتکار حساب نکردیم. امروز باز تمام بدخشان در ماتم ششته است و همون جوانایی که امروز شهید شدن برای بدخشانی، هر یک بدخشانی اونا را شهید می حسابد. پس همون هر یک بدخشانی که اونا را شهید می حسابد، این بدخشانی پس یک چیز عضو همین گروه جنایتی است. اینها محض همین خیل برداشت دارن. بنده خودم از سال 2010 به این سو بسیار مبارزه بردم با همین برداشته که حاضر به شما گفته ایستادم. زیاد مبارزه بردم. حالا استاد علی شیرزمان یک زنگ از واتساپ آمده است، شاید به شما یگان گفتنی دارد، منتظرش نکنیم، گوش کنیم او را. باز من چند سوالی دارم از شما میپرسم. الو، واتساپ گپ زنید. و علیکم السلام، بفرمایید. امی یک چیز را قید کردنی بودم که امی شیرزمان و علیم اویدی توصیه به آسودگانی ولایت مختار کوهستان بدخشان، امی یگانه چیزی که ما میخواستیم امی را درست رساندن. از یک چیز قید کردن که یعنی فامیلیا را در دیگر منطقه‌های جمهوری تاجیکستان دعوت کرده به هر گونه سبب‌ها به قید میگیرند. همین چیز راستی دروغ است، این خیلی نیست. ما این حال یک شهر دوشنبه زنگ زدم شما دارم. ما کارمندا داریم، زادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان، رفیقا داریم، زیاده 70 فوری دیگه دو اطراف ما همش از ولایت مختار کوهستان بدخشان هم، مثلا از شهر خاروق. تا حال یگان تشان رو دعوت نکردگی‌اند با یگان شعبه میلیسا یا که با یگان چیز دیگه با قیدگیری. درست. حالا صبر کنید یک بار. ما حالا همینجا صبر کنید لطفاً. در همین گفت شما، نسبت به همین گفت شما، ما حرفای علیم شیرزمان رو میشنویم. حالا این نفر گفته های شما را تکذیب کردند و طلب دارند که شما با چه دلیل با کدام حالت اثبات میکنید که واقعا در بدخشان و عموما در تاجیکستان در دوشنبه مردم بدخشان را فشار میبرند؟ شوکت جان، همین صدای شما بسیار بد آمد. من فهمیدم مقصد همین برادر را و سوال شما را هم فهمیدم، لیکن شما بینید که صدای شما در نزد من خیلی خراب آمد و نشود که تماشابینانم چونین شما را شنیده باشند. صدای واتساپ بیزیب آمد یا صدای خودی من؟ صدای شما بسیار بسیار خراب میاد. حاضر صدایم خراب است تقریبا که فهمیده نمیشه. خب از این پیش خوب بود صدایم؟ خب صدای من اگر خوب رود من پاسخ میدم به این برادر. شما بینید در آنجا چه سبب تکنیکی دارید. من به این برادر پاسخ میدم. هنوز از بعد 25 نوامبر از دکبر پارسال به این سو در فرودگاه دوشنبه برای بدخشانی ها نظارتی دیگر است. چخیلی که در روسیه برای تاجیکان است، در دوشنبه حاضر برای بدخشانی ها است. بدخشانی ها را مخصوصا جوان ها اونا را تشخیص میدن، تلفن ها را تشخیص میدن،
بعد از اون با اونها مناسبت میکنند و عیناً همین خیلی واقعیت در شهر دوشنبه و دیگر ناحیه ها خبرهایی که ما داریم بسیار آدما را یعنی چیز میکنن در بعض ناحیه ها حتی با آدما از آدما امضا میگیرند و این واقعیت است که همین برادر شاید کارمند مقامات باشد و میخواهد که همین گفته های ما را رد کند، ولی اون اطلاعی که ما در دست داریم مناسبت خیلی شدیداً مناسبت نسبت بدخشانی ها در تاجیکستان نگران کننده است و محض به خاطر همین پیمان ملی تاجیکستان چنین اظهارات را پخش کرد. حالا صدای من خوب است؟ خوب نیست، برای من نه، برای دیگران پرسیدن. دیگران را بپرسیم. میگفتید که کسانی که ما را میشنوید در چت مینویسید که صدای من خوب است یا نه؟ سوزا کسادو میگویند که صدای من خوب است. خوب شد برای خوب من هم شد. خوب شد. بله. بسیار خوب. حالا این نفر حالا هم در واتساپ هست، یعنی که کسی که از واتساپ زنگ زد صدایش را خوب شنیدید شما؟ بله پست کمی پست بودو خیلی فهمیده میشد. نفری که از واتساپ زنگ زده ایستادید گپ زنید. من رسیدم نو گوش کردم و قید کردن که ممکن که ما یگان نماینده مقامات‌های قدرتی یا که یگان نماینده حکومت باشم حمایه از اینترس‌های حکومت کرده باشم، نه که این خیلی نیست. ما یک صاحبکاری عادی، من نقطه نظری خیلی ما گفتم یگانه مقصدی ما می‌خواستم این در همون بین در اومدم برای که همون مومنت چیز شما گفتن که هم خیلی نگنیتر میکننده یعنی پامیریایی که در دیگه منطقه هستن و باید فشار میارن. من خواستم این را فهمونم که همین گپ نیست. من نه تنها دوشنبه گپ زدن دارم با هست ناحیه‌ای که من رفت آمد دارم با کار قطعی من میدونم اونجا ما قطعی پامیریا بسیار رفت آمد داریم. این خیلی نیست یگان نفری او را چی نمیکنه چیزی که شما گفتیم ببرشنه ببرشنه آدمایی که میتونن ضرر رسونن در آرامش جامعه و یا را دعوت کرده قچون صحبت میکنن. این تا نرمال نه، این در همه دولت هست، این همه پرکتیس کرده همه خیلی هست. این نه تنها پامیری که جای باشه اگر آدمی که در پدازریه یا باشه یگان پدازری چیزی یا داشته باشد بیزنس نسبی سوژو فایرود میکنن قچگم میزنن. تجربه زندگی در خارج هم میره نشون میده. تشکر. علیم شیرزمان بفرمایید. تمام، من دیگر گفتنی ندارم. همین آخران گپش قطعی همین برادر دیگر خود فوش کردند، گفت که اونهایی که باعث ناآرامی جامعه شده میتوانند. این علاقه شیوه گفته های همین مقامات است و من هیچ مشکلی با این مقامات هم ندارم، با کارمند مقامات، کارمند علایده مقام. من با سیاست این مقامات مشکل دارم، با کارمندان علایده من مشکل ندارم. باشد موقع شخصی همین برادر. خب دیگر بحث کردن اینجا بی‌فایده است. درست. حالا قضیه چنین است که دیده ایستاده ایم. به فکر شما حل این قضیه در چیست؟ بسیار تحلیلگران میگویند که مقامات با سلب کردن حقوق‌های شهروندان میخواهد بقای خودش را تامین کند و از همه بیشتر آنهای از حقوق آزادی های خود گپ میزنند که آنها مردم بدخشان هستند. حکومت با از دیدگاه خود مشکل را حل کرد. تمام، دیگر مشکل حکومت ندارد با این مردم از دیدگاه خودش. همه اون منبع مقاومتی که اینها در چهره بدخشان دیدن، از نگاه خود آن را اینها چی کردن؟ یعنی از بین بردن، بی‌ضرر کردن، خیلی که اینو میگن، و از نگاه خودشان مشکل را حل کردن. از نگاه ملت
یک از قوه نگاه آزادی ملت خواهی. سازی اینا مشکل را اکنون ایجاد کرد. از نگاه ملت سازی آها اگر درست. من اینجا پرسیدنی بودم که به اندیشه شما یعنی قوه آزادی خواهی و عموما حقوق آزادی خواهی مگر در بدخشان سرکوب شد؟ همین رو پرسیدنی بودم با این کشتن چندین نفر رو. قوه آزادی خواهی تاجیک ملی تاجیکی پره سرکوب شد. قوه آزادی خواهی یگانه ملی تاجیکی در بدخشان پره بوغی شد. امروز بدخشانی با شمول من از ملت تاجیک ناامید شد. چرا؟ چون که اون مثالی که از امرالله آورده تا دیروز برادر می شمردند، امروز می فهمم که اگر او هم در دست سلاح می داشت یکی از همان قاتلان می. نه او فکر مثلا گریم یک روزنامه‌نگار حق نداره که فکر خودش رو بگوید. مثلا گریم خیلی که شارلی ابدا حق دارد در همان کاریکاتور را بکشد، همین خیلی حق دیگر اینا دارند که بر یک مردم یک قوم تحقیر کنند. درست. حالا کلاب رو میشنویم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا سازی تنجی. تشکر به شما، بفرمایید. اکا شیرزمانوف علیم سازی تنجی. تشکر برادر. ما همین مقصد که شما میگین مردم توجیک ناامیده، ای مردم بدخشان ای توجیک، ای مردم توجیک ناامیده. یکمش که اکا شیرزمانوف ما مردم کلوب ایمو مالترا армияш خاطر کشیدگیم. مرد گوش کن بستکالی نه بخشیش در همین بدخشانی تام غرمی تام تمام منطقه تاجیکستان در دستشون در درون واین چاستو نمو چیزی که در کره بود هم پروت نمی بدبخت بخیزی کو هستا میگنشه بیا بزنن میگه که نه یا همین کلوبیو سرفراش نروان ما نمیریم. ما ایج وقت کو اکا شیرزمانوف ما در فکر خلق هستیم. نه که اکا چی خیلی که ما اینا مثال میارم بیمار میشه اکا جان پیش دکتر میره انالیز میسپر. ما این ظالم انالیز برآوردگیم که یگانه این ویروس باید ما نیست کنیم این بدبختی وطن فروشه ایدرنش نیستش میکنیم. یک ما گاب میزنیم که یا خیلی ودان فکر میکنه که ما افسانه نقل کشیم. میک شک توجیکا یک توجی گاب نمیزن نیستوی تا اپشتی توجی گاب زنه اپشتی پومیریشم غرمیشم موز میگه کلوب بخی نبروی نام کلوب نگیریم. ما امومایه کشیدگیم لبو ابراهیم محمود از سیلو در کل باشه در نیواین چستا هسته یک نیستوی تا اپشتی نه مردم خیسته گاب زن میفهمی نکه یعنی برادر شما میگید که گفتنی هست که همین ناامید شدن اکای علیم شیرزمانوف از مردم تاجیکستان بی‌پایه است. این همین ظلم، همین بدرفتاری با مردم و سرکوب کردن مردم خودی یک ویروسی پهن کرده خودی مقامات است. بله اکای که میبخشی اکای محمد گفتستم که ما انالیز برآوردگیم اکا جان این ظلم کو با این کلوب نمیشود پروتیفی میخزی فقط نقلی با مقابلش میستی. نه که گفتستم در دستی غرمیشم در دستی روشونیشم در دستی بدخشونیشم در دستی لبوی منطقهش در نمی درنی ارمیا نمی سیلو را دارن میگم بیا بزنیم شون همی ظالمه هیچ کمش گاب نمیزنن بحن ابراهیم میگه کلوب نه خیلی کلوبیو نمیخیزن. ما امومالی کشیدگیم لبو ابراهیم هم میکشیمش نه مردم بخیزه کو امومالیش هم شوروخش هم نه بزمک فکی زوپر کگیان آرمیا را کو کشیدگی شمی سیلو ما در پرابلم نیست اکای شیرزمون سیلو ما در پرابلم نیست سیلو در درن واین چاستا ما در هسته با مقابل ظالم با مقابل وطن فروش یگانه روی که با سیلو میبروی میزنیش اکای شیرزمون بخشیش ما انقلاب قزاقستان گرفتیم برآمدن این ظالما با این استعفا و با این بخیه و
علیش که دیگه کسبیه نمیفهمه یکا جون مردم توجیک نمیفهمانی این امومالتر نمیفهمه این یگانه میخیزی با مقابلش میخیزی گفته است نمیشون که این ارمیش نمیتونه جنگ کده اوز ما گم میزنه میگه یه دیونه چی گفته است نه که ما نیپراویل نمیفهمه مردم و میگه کولوبیون اخیلی خب برادر ما امومالی کشیدگیم امومالی 20 دقیقه امومالی رستم شاروخ بزماکov یاکیمov مردم ازل نکنه که یارو که مردم دادرین واین چاستو ای ابلا ورا بکشین ای دسکی جوانو را میبرن خدمت در واین چاستو سیلو هستای نکشین مردم بدخشونا مردم توجیک نکشین که والا قسم نمی اوخه سیلو در نام درین واین چاستو هستای بکشین دستای برادر بیاید از تکراری حرف‌های که گفته شدن خودداری کنیم یک چیز رو گفتیم تکرارش لازم نیست میخیزن کلوب میگن امومالتر هم کلوب میگن ایجا کلوب میگن اوخی گفته استیم که در دست لوباچ یارو قصد در این واینی چاستو بیا بزنیم حالا نگاه کنید برادر عزیز خواهش میکنم حالا فکر من چی است من شخصا خودم به گفته های اخیر اکای علیم شیرزمانوف راضی نیستم چون که از اولی که از زمانی که ظلم بالای مردم بدخشان آغاز شد تمام مردم تاجیکستان گوشه و کنار مردم تاجیکستان در پهلوی مردم بدخشانی ها بودند در پهلوی مردم ولایت مختار کوهستانی بدخشان بودند در همه جا نشان داده شد که همه همصدایی دارند با مردم ولایت مختار کوهستانی بدخشان و گفته میشد که از اونها باید عبرت گرفت که چگونه از حقوق آزادی های خود دفاع میکنی و برای به دست آوردن حقوق آزادی های خودت حتی به شهید شدن و به قربان شدن آماده هستی. اکای علیم شیرزمان من باوری کامل دارم که مردم بدخشان که در همین جاده پیش دستی کرده ایستادند پیش قدمی کرده ایستادند از همه پیش به این دست مییابند به آزادی به حقوق بنیادی به همه این از همه پیش دست مییابند حالا مردم دیگر منطقه ها از قربانی دادن از سرکوب شدن از شکنجه شدن از زندان شدن خودشان رو احتیاط کرده ایستادند و هر چقدر احتیاط کردی همون قدر تو از آزادی از حقوق‌هایت دور میشوی اگر تو به سوار شدن پشت به پشتت حق دهی بعد به پشت تو سوار میشوند حالا مردم ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهید دادند به شهادت چندین جوان ها رسیدند اما به هیچ کس حق ندادند که به پشتشان سوار شود و این سربلندی را مردم بدخشان دارد و باید مایه عبرت به مردم باشد برای همین هم من به این حرفای شما که گفتید من از مردم تاجیک ناامید شدم من به این جانبدار نیستم و فکر میکنم در این باره باید شما حالا خواهش میکنم یک نفر دیگر وارد شدگی هستند محمد سعید رضایی استاد خوش آمدید و حالا ایشان رو گوش میکنیم بعد با نوبت انشالله نوبتی دوباره اومد انشالله به شما هم برادر کلاب سخن بدیم بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله استاد علیم شیرزمان و سلام به شما شوکت جان تشکر به شما و بار دیگر شما را خوب دیگر مرحبا میگیم که باز این شبکه بعدی این سرگردانی ها باز روی کار آمد انشاءالله موفقیت ها از خداوند خواهانیم و توسط شبکه شما به همه دوستان علاقمندان کسانی که در استودیو هستند و از هموطنان عزیز ما و شما را میشنوند سلام خودمون را میرسونیم همچنین
من قبلا هم یک توسط کدام شبکه یک بار دیگر یک بار تعزیه و تسلیت نسبت بازماندگان شهیدانی که در این حادثه ها جان شیرین خودشون از دست دادن، با جسم و روح خودشون نشان دادن که بر آنچه که ادعا دارن بر حق هستن و تا نقطه آخرین میستن. و همه بازماندگانشون تسلیت عرض کرده بودم، بار دیگر توسط شما هم تسلیت عرض میکنم برای همه هموطنان. واقعا من در شبکه داخل شدم، چند قدر شد که کوشش کردم داخل شدم، نمیدونم از علت چی بود، باز از کامپیوتر وارد شدم، در بیرون داخل شدم. خب دیگر اینا علت سبب نیستن، وقتی شما و عزیزا را نگیریم. خب موضوعی که حالا مطرح شد و اون سری که اخیراً از برادرها هم شنیدیم، از استاد علی هم شنیدیم، دیگر از همه دوستان شنیدیم، واقعا موضوعهایی که گذاشته شد همه اونها موضوعهایی هستند که واقعا بالای یک مادر نیستن، اینها بالای دو مادر نیستن، بالای تمام مادرها این مشکلات هست. حالا دو مادری داریم که اونها حبس شدن، یعنی بیگناه. باید هموطنان من در اینجا به مقامات کشور یا اینکه به شخص اول یا به رئیس کمیته امنیت یا به اینها من خطاب ندارم. من با همین برادران، هموطنان، خواهران، با هموطنان خودم در سراسر تاجیکستان من صحبت کرده ایستادم. یعنی اینها یک مادر یا دو مادر نیستن که این مشکلات بالای اونها از در کشور ما. اینها دو مادر ما حبس شدن، یکی حبس خانگی، دیگر حبس به مدت چند سال را گرفت. مادرهای ما در قسمت شرقی تاجیکستان، در بدخشان یک کشور کوهستانی و زیبای ما، گریه دارن، جگرها خون هستند، خب لخ لخ هستند به اینکه پسرهای قهرمان و پهلوان و خب دستیار و تامین کننده خانواده را از دست دادگی هستند، دیگه اونها بر نمیگردن، چهرهای اونها خون هستند. ما به دعای اونها آمین میگیم، به دعای مادری که زیابه گفت گلبدین آمین میگیم، شب و روز در قنوتها آمین میگیم اون داره که هر کسی که در این کار سبب شده است خداوند از نزدیکان خودش ببیند. یعنی ما برای بیگناهان کدام چیزی رسوندنی نیستیم، اما چیکار کنیم که اونها درک کنن که فرزند از دست دادن قین است، مشکل است. یعنی اونها هموطنان عزیز، این مقامات کشوری ما اصلاح شونده نیستن، به امید این نباشد. حالا یک دادر ما پیشتر گفت که سلاح و اسلحه لازم نیست، چون که در داخل خودی همون قسمهای نظامی این چیزها هست. بله هستن و اون روز نزدیک است که اونها به حمایه مردم اونها استفاده میشوند. این را من مطمئناً باید برای همه بگم. این که ما برادر زیابه گفتم گلبدین را، خب محمد باقر را و ده ها تن دیگر را از 2008 است، نمیدونم از 2010 است که از دست دادیم. قماندان های خوبی را که میرزای زیا بودن، باز حاجی حلیم و دیگر برادرها بودن. اینها نشانه آن هستند که این حکومت مردمی نیست، این همه را انمی میکند. و شما آگاه باشید، شما یک جا باشید، شما این اصلاح نمی شود، این را باید بدونید. بنابر همین آماده باشیم و این که شهید میکند نشانه ضعف اونها است، نشانه قوت ما است. یعنی از محمد باقر ترس دارد، از گلبدین ترس دارد. این که استاد علیم را در این کار میکشد، از استاد علیم ترس دارن این حکومت. از حالا ما نوم محیدین کبیری رئیس پیمان را نمیگیریم یا یک مخالف دیگر را، آن خواهر موجوده را که نومش میگیرن یا اینکه اون خواهر را که بردن حالا حبس کردن اون را میگیرن، اینا از اونها ترس دارن چون مردمی نیستن. این را بدونید. یعنی اینها هیچ علاقه در این کار ندارن، اینها فقط به خاطر اینکه انمی کار نشود قیام کردگی هستند. وقتشون، ساعتشون، دقیقهشون همشون صرف میکنن به خاطر اینکه همین برنامه شومی همین حکومت نشود. اما چه علاج کنیم که شد؟
این کار را کردن این اول آخرش نیست، با حالا دوام میدید. خداوند دست اونها را کوتاه کند، دوام میدید. اونها اصلاح شونده نیستند. بنابر همین من گفتنی هستم هر چی میتوانند شبکه های ما، برادرهای ما که در خارج هستند، حالا در اظهارات اشاره به اظهارات پیمان ملی برای برادران بدخشانی ما در خارج کردید. بله، این یک واقعیت است، این یک علم است که برای ما چرا باید که در میدان هوایی در ازبکستان یک همشهری ما، یک هموطنی ما بفرماید باید که او مشکلات داشته باشد. قبل از این به نام نهضتی مشکلات داشتن، 24 مشکلات داشتن، برای تبلیغی مشکلات داشتن، برای نمیدونم سلفی بود مشکلات داشتن. ما خودمون خیلی نکردیم. ما را تاجیک، ما به اختیار خودمون تاجیک شدگی نیستیم، در تاجیکستان تولد شدگی نیستیم، ما جزئی همین کشور هستیم. همین خیلی اومدیم. باید که همه تاجیکستانی نهضتی باشد، باید همه تاجیکستانی تبلیغی باشد، باید همه تاجیکستانی سلفی باشد، باید همه تاجیکستانی بدخشانی. حالا اینها را مونده با قسمت قومی را گرفته بدخشانی را. با نام بدخشانی دور شما مردم را اذیت میکنید. این مردم را به کجا بردنید؟ این کشور را به کجا بردنید؟ این را باید هموطنهای ما بدونن، برنامه ها را طوری بکنید که هموطنهای ما در خارج در داخل بدونن که این چی کار است، این چی مصیبت است. آخه به این مردم چگونه شما حکومت میکنید؟ به یک عائله، به یک قوم، به یک چند کسی هستی، به اونا و یک کمانده. این را باید که بدونید. بله، برادرهای بدخشانی ما باید احتیاط کنند در هر کجایی هستند و از همه تشکیلات ها، کشورهایی که پناهندگی میتین خواهش میکنیم هر کسی که از تاجیکستان است، با نام نهضت است، با نام 24 است، با نام قومی حالا بدخشان شده است، با نام مثلا که هر چیزی که است، واقعا هم اونها مظلومن، واقعا هم اونها در فشار هستن، واقعا هم بالای اونها پرونده ها آماده شده است. باید که اونها دستگیری کرده شوند. من قسمت زیادی از هموطنان نمیتونم که در کشورهای عربی ان، اونها نمیتونن اومدن کار کردن، در ترکیه هستن کار کرده ایستادن، نه به خاطر اینکه او یک دانشگاهی، یک معهد دینی خونده است یا در یک بار حج رفته است، 2 بار زایتر حج رفته است، اونها دیگه نمیتونن کشور برگشتن. ای هموطنان، ای برادران، ای خواهران، ای مادران، ما نمی مشکلات را داریم، باید همین خیلی سرسام بگردیم. آخه این همین استاد علیم، همین خواهر موجوده و دیگرها اگر همین گپ ها را نزنن، در اینجا پناهندگی شو دادن، آرام زندگی میکنن، هیچ که به اینا کار ندارد. اما اون چیزی که او را مجبور کرده است که ساعت ها پشت این نوار دوربین ها میشینن صحبت میکنن، همون دردی هست که خواهری گلبدین میکشد، همون درد است که اینها را نمیموند که بران در خونش خواب بکنن. این را بفهمید، این را باید درد بکنید. حالا من از این سوال را از شما هم میپرسم. حالا از استاد علیم پرسیدنی هستم، انیقترش پرسیده بودم اما جواب خودم را نگرفتم. من میخواهم از زبان شما، من و تماشابینانم بشنوند که شما حل همین قضیه را، مشکلاتی که به سر مردم بدخشان آمده است، حلش را در کجا میبینید؟ در چی میبینید حلش را؟ من در این مسئله یک پاسخ دادم. در اینجا مشکلات بدخشان 2 طرف است. یعنی مشکلی که حکومت رحمانوف با بدخشان داشت و مشکلی که بدخشان با رحمانوف داشت. مشکلی که رحمانوف با بدخشان داشت از نگاه خودش حل کرد. از نگاه خود رحمانوف و دار و دستش اونها مشکلشان را حل کرد. مشکلی که بدخشان با رحمانوف داشت او مشکل زیادتر شد و مشکلی که ملت داشت امروز ملت را با همین عملشان باز به پراکندگی بیشتر آوردن. اونه که تا دیروز اگر امروز همون گپ چهارشنبه امروز میگفت و برادران تاجیک دیگر همون خیلی تحقیر میشدند و جنگ میکردند، من اون وقت در مقابل چهارشنبه ایستادم. امروز من در کنار چهارشنبه می ایستادم. من همین روز اگر همین واقعیت،
چون که آوردن قتل عام کردن. قتل عام به خاطری هم که ما دیگره و او برادرای که ما حاضر مثال همین گپ هم میگیم، برادران تاجیک ما که جانبدار ما هستند، اونها هم همین یعنی من که میگویم اقلیت قومی برادران من زید میبراین که نه تو چخل تو یک تاجیک رنگ ما هستی، تو اقلیت قومی نگو، تو یک زبان نداری، تو شیوه داری، تو یک مذهب نداری، تو یک نمیدونم چی داری، یعنی تو مذهبت رنگ مذهب من است، تو یک چیز دیگر داری، یعنی سکت داری، تو مذهب نداری، تو سکت داری، تو زبان نداری، تو شیوه داری. برادرای من اینا به من گفته ایستادن، برادرانی که در همین طرف سنگر قرار دارن، یعنی در مخالفین، در بین مخالفین گام رفته. بله این بدبختی است، یعنی دیگر بودن مرا قبول ندارن. باعث تاسف است. خب تشکر به شما. حالا محمد تقایف وارد شدن که بودیم، اگر به شما یگان گفتنی دیگر نداشته باشن، اگر یگان وقتتون تنگ باشد ما با شما خیر خوش میکنیم. اول محمد تقایف رو فهمیم که چی گفتنی هستند. اگر به شما یگان گفتنی نباشن، محمد تقایف بفرمایید. ولی همین سوال شوکت جان، همین سوال به من هم مطرح کرده یا حالا به شما هم مطرح میکنم ان شاء الله. به شما دو سوال مطرح هست، به یک موضوع دیگر و هم به همین. برای همین حالا دیگر رو گوش کنیم. به شما حتما همچون یک نفری روحانی بعضی از سوال ها هست، یک موضوع دیگر داریم که به شما به خودتون ربط دارد، یک باره هر جاش رو میپرسم. محمد تقایف بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. موضوع درباره چیزا که شفقت یک میفهمونید. حالا ما یک چند موضوع رو بررسی کرده ایستادیم. یکی از موضوع بررسی کرده گذشتگیمون موضوع حبس شرطی مادر جنیدالله خدایارف و فرهاد خدایارف بود. از او گذشتیم و حالا درباره اظهارات پیمان ملی تاجیکستان و توسعه این ائتلاف مخالفین به مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان صحبت کرده ایستادیم. در اخیر پیمان ملی تاجیکستان اظهارات پخش کرد و توصیه داد به مردم بدخشان، مراجعت کرده که مبادا اگر به تاجیکستان سفر کردنی باشند سفر نکنند و از کشورهایی که در آنجا مردم بدخشان زندگی میکنند خواست که اگر روادیدشان یا قید بوده باششان به اتمام رسیدگی باشد، به این خاطر آنها را جریمه نکنند، مبادا استرداد با آنها تهدید میکردگی باشد استرداد نکنند و مراجعت مردم بدخشان که در یگان کشورها از کشورهای دوست پناهندگی طلب میکنند به خاطر در تاجیکستان تعقیب نشدنشان و زندان یا کشته نشدنشان به آنها پناهندگی داده شود. درباره همین با معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان استاد علیم شیرزمانوف و رئیس عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محمد سعید رضایی صحبت کرده ایستاده بودیم که شما وارد شدید. فهمو برادر، از صورت طالبان هم بود این، یعنی که دیپلمات های روی کردن در همین باره وفکرم. حالا در این باره هم بدتر گپ میزنیم. برای همین استاد محمد سعید رضایی را باز داشتم تا اینکه اون کس را تا موضوعی به خودشون ربط داشته خسته نکنیم. فهمو اکای شفقت. اکای علیم جان سلام علیکم. علیکم السلام. خیلی شادم از دیدار شما. تشکر. من هم دردی خود رو میرسانم به شما و به کلی مردم شریفی جسوری بدخشان. سلامت باشید. چندین بار شد اکنون با وقت شرم میکنم همین تسلیت کردم و خیلی زیاد شد.
افسوس که درباره مردم بدخشان نبودیم و مردم تاجیک اکنون درک کنن که این لعنت کرده الله 30 سال طالبان میدرویم باید میزنن. گفته حاضر پیش طالبان رفته است دویده. اکنون مردم درک کنن که این خاین چند سال بازا ما را فریب کرده است. مردم بدخشان گینسی دارد. طالبای مردم بیچاره میترسان حاضر پیش طالبان رفته است. کتی اون را میزی منور و ششته است دیپلماتاش. و همه خاطر مردم تاجیک اکنون تمام صبر و تحمل باید بس کنیم. این لعنت کرده الله با تمام اولادش نیست کنیم که این همه شرمنده کرد به خدا. ما همه قدر گپ گفتنی داشتم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوکت جان اگر این لازم اگر امکان باشد شاید ما را جواب دهید. بسیار خوب، بسیار خوب استاد، تشکر به شما که وقت پرقیمتی خود را دریغ نداشته در این سرکاری و تشویش که دارید وقت رو دریغ نداشته در برنامه شرکت کردید. تشکر به شما. سلامت باشید. تشکر زیاد. استاد محمد سعید رضایی بفرمایید. حالا ما درباره یک خبر صحبت کردنی هستیم. این خبر هم درباره بازداشت شدن و محکوم به زندان شدن 5 نفر از زادگان تاجیکستان که داعشی بودند در آلمان، در این باره صحبت میکنیم. پیش از آن شما چیزی گفتنی بودید، آن را بفرمایید بگویید، بعد از آن به موضوع دیگری که بررسی کردنیم به آن میگذاریم. خب بار دیگر من سلام میگم به محمد را هم مرحبا میگم. و علیکم السلام استاد. خوبه سازه؟ الحمدلله. الحمدلله. شما را خداوند نگه دارد، صحت سلامت باشید. تشکر. شما هم زنده باشید همیشه. همه هموطنان عزیزمون در سراسر دنیا خیلی خوش شدیم که دیدیم صحت سلامت. خب البته من واقعا در رابطه و اون چیزی که میخواستم صحبت بکنم مسئله قومی است. حالا شما هم شوکت جان گفتید که متاسفانه، البته در اون چیزی که خودی استاد علیم اعتراف کرد که من یعنی همچنین هستم. اگر شما در سخنی پیشینه من هم دیده باشید، شنیده باشن هموطنان ما، من هم گفتم که ما همچنین هستیم، یعنی تاجیکیم، تاجیکستانی هستیم. خود در بدخشانیم، خود در خوجند هستیم، خود در کجای هستیم، ما تاجیکستانی هستیم. ما اینمی خیلی هستیم. اما من هم با اون متاسفانه گفته خودت منم میگم که متاسفانه از مسئله 24 نهضت، از تبلیغی، از سلفی، از اینا همش خلاص شدیم. از شیعه اسماعیلی از اینا حالا خلاص شدیم. دیگر این قرطه ها دیگر بازی نمیکنن، چون که همه ما معتقد هستیم و همه میدونن، همه برادرهای ما میدونن که محمد باقر به خاطر دفاع از مذهب اسماعیلیه یا اینکه برادر گلبدین یا دیگر برادرهایی که اونا به شهادت رسیدن، یعنی انگیزه مذهبی نداشتن، اونها مسلمان بودن، انگیزه تاجیکستانی داشتن، انگیزه آزادی داشتن. بنابر همین متاسفانه حالا همون گونه که استاد علیم هم گفتن، برادرها و کسایی که در اینجا هستن، در همین شبکه ها هستن، یک گونه میبینیم که به همین چیز دست میزنن، یعنی به همین راه میروند. یعنی ما میتونیم بگیم که یعنی اون طرف حکومت در این کار کمی توانی است. همانگونه که ما شنیدیم. حالا مسئله مشکلاتی مردم با حکومت در بدخشان زیادتر شده است با شهید به شهادت رسیدن این جوانها از بین نرفته است و این به دیگر منطقه ها گذشته است. اما آن چیزی که این را مهار میکند، این را میارد باز به شکست میارد. حالا ما یک شکست در بدخشان بود، اون را هم اشاره میکنم. یعنی آن چیزی که در تمام تاجیکستان این را به شکست مواجه میکند، همین مسئله قومی است.
این است که ما بگیم که شما در پهلوی ما نبودید، ما در پهلوی شما نبودیم، ما در پهلوی شما در قسمت شمال بودیم، شما در اینجا نبودید. خب ما را شهید کردن، شما نیستید. همین مسئله به هر اندازه که خب دیگر افزایش بیابد و همون اندازه راهی رسیدن به هدف که اون همون چی میگنش از بین بردن این عائله هست. از بین بردن، ما از بین بردن کشتنش در نظر نداریم، یعنی از سیاست دور شدن این تبهکارانی که خلافکارانی که امروز قدرت در دستشون است همون قدر مشکل می شود اگر همین مسئله توسعه بیابد. تشکر زیاد. بله، من همین رو گفتنی بودم. اما اون چیزی که در حکومت در بدخشان مشکلات حل کرد با شهادت رساندن خب برادرهای ما در اونجا، هموطنان عزیزی ما، یک علتش همین بود که اونها یک رهبری سیاسی یا اینکه یک رسالت سیاسی خودشونه همچون حمایه از کشور، از حقوق مردم، نه به یک گروه سیاسی پیوست بودن. حالا من منظورم پیمان یا اینکه خب 24 اینها نیست، خب هر چیزی که هست، یعنی همچنین از خودشون هم یک چی میگنش، یک پیامی سیاسی که ما انمی کار هستیم تا به حال همین را نکردن و یک رهبری سیاسی که همین کار را بکند و خطی مشی درست را نشان بده، حتی اینکه همه سرجم بشود. اما اینجا در بسیار حالا من خواهش میکنم در شبکه‌های اجتماعی همین خیلی حرف ها میرفت که گویا مردم سیاستخواه نیست، منصبخواه نیست، مقام رئیس جمهور رو مقام رئیس ولایت رو خواستن، فقط همین حقشون رو میخواستن. من به همین اشارت کردنی بودم که آخر شما ببینید خودی افلاطون میگد که هر کسی بگد که من از سیاست، یعنی من به سیاست کار ندارم، خودش از سیاست کنار میگیره، او سیاست دنبال میکنه. نه، گپی افلاطون از این دیگر است. هر احمق و هر آدمی قدی کوچه او را به هر سو میکشد میبرد، کارش میفرماد. افلاطون میگه هر کی خود از سیاست دور بگیرد، هر احمق میتونه که او را کارش بفرماد. درست است. اهل خرد وقتی که از سیاست خود را کنار میکشند، هر احمق روحی هر احمق هموار میشود برای به سیاست رسیدن. این رو ببینید، حالا ببینید این گپی تاریخی است، این با زبان عربی هم نوشته شده، با خط فارسی هم است، با انگلیسی هم است، با تاجیکی هم، با همه چیز هست که این گپ خیلی گپی پر ارزش است. حالا همون مشکلات اساسی که اونها ما با سیاست کار نداریم، ما حقوق خودمون رو میخوایم، یعنی وقتی مثلا استاد علی میخواست که با اونها صدای اونها رو به دیگر جا برسوند، بعضی اظهارات شد از اون طرفا که ما با علیم نیستیم، علیم با ما نیستن، اونها سیاسی هستن، اونها دیگر هستن. یعنی این وحدت نشد، این که یک جای نشدن و پیام خودشون خب به طور لازم برسونن، همین باعث شد که این برادرها از دست رفتن. یعنی با تهمت چی؟ با تهمت راه بستن گفته، با اینجا حالا اشاره شد که اینجا یک نرکب، یعنی تجارتی چیزهای سیاه هست، همه همین تهمت ها، همین بله راه را بستن، همه اینها بهانه بودن که یعنی به یک چی میگنش، به یک رهبری سیاسی یا اینکه به یک مرکزی سیاسی، به یک پیام سیاسی، اینها را به همین تفریقه، به همین جدایی توانستن که اونها را از بین ببرن. حالا هم وقت هست که برادر استاد علیم و دیگر برادرهایی که در خارج هستند باید بدونن، باید مطمئن باشن که این حکومت اصلاح شونده نیست، این کاری آخرین در بدخشان نیست، باز همین کار را تکرار میکند. خب باز همین کار را تکرار میکند. درست. حالا اینجا یک حرفی از افلاطون مثال آورده، یعنی وقتی که اهل خرد، اهل دانش، اهل فهم، اهل ذکاوت، اونهایی که سیاست رو میفهمند، اونهایی که دولت داره رو میفهمند، به خاطر اون که سرکوب نشوند، نمیخواد کشته نشوند، قربان نشوند، وقتی که خودشان را از سیاست میکشند، هر احمق روحش برای به قدرت رسیدن هموار میشود. وقتی که احمق روحش کشوده شد برای به قدرت رسیدن و به قدرت رسید،
هر احمقی که به خودش روا میبیند کردن میگیرد و همین اهل خیرات، همین اهل دانشی که به او راه شده اند با از همه پیشتر جبر و ظلمش رو همین خود میبینند. انا حالا اینجا یک خبر رسانه‌ای شده است، دیروز رسانه‌ای شد در آلمان در دیوسلدورف 5 نفر تاجیکستانی با جرم بستگیشان به حرکت تروریستی داعش دولت اسلامی چی میشوند محکوم به زندان شدند و گفته شد که آنها به گناه خود اقرار کردند و مقامات انتظامی دیوسلدورف، مقامات قضایی جرم آنها را ثابت کرده است. ببینید حالا خیر رفت در سوریه بود بله، در عراق بود بله، حالا آمد دامن این مسئله در علاقه در اروپا پهن شده ایستاده است. این سبب ها رو شما در چی میبینید؟ حالا 1 نفر نه، 2 نفر نه، 5 داعشی. حالا بعضی آوازه های وجود دارد که بعضی آوازه های هم وجود دارد که در لهستان، در آلمان، در فرانسه، در همین جاها تندروهایی که بستگی با دولت اسلامی دارند یا که تکفیری ها خیلی نفوذ پیدا کردند. فکر شما در این باره چی است؟ خب متاسفانه من این خبر را هم دیدم، خوندم، تا جایی را که میدونستم هم در شبکه‌های عربی هست، هم در روسیه است، بعد تاجیکی هست، زبان‌های محلی قطعی هست. این من اون زبان‌های محلیشون نخوندم، اما چیزی که میتونستم خب مطالعه کردم. متاسفانه این چیز هست. اما سوال شما مطرح به این است که وجودی خب دهشتگرا یا اینکه یک گروه اکستریمیست یا اینکه دیگر در اینجا یعنی جای تعجب دارد یا ندارد. اولا اینکه این هیچ تعجب ندارد. قبل از آن که مهاجرها از طرف کشورهای شرقی، از خاور، از آسیای مرکزی از اینجا بیان، در اینجا قومیت‌های دیگر هم بودن که با این کارها گرفته می‌شدن. خب نمیدونم از ایرلند شمالی سر کرده تا گروه‌هایی که در خودی منطقه بگیم که فلسطین و اسرائیل و اینا هستن، اونها دیده میشدن که همین کارها بودن. یعنی اروپا برای پناهندگی دادن یا اینکه وارد شدن به اینجا یک برنامه نهادینه دارد، بر اساس همون قبول میکند، هویت اسناد را میبیند. خب هر چیزی که هست خیلی که ما و شما را اینا قبول کردن، دیدن و ثابت شد که ما یک گروه مظلوم هستیم و در تعقیب سیاسی قرار داریم، قبول کردن. اونها هم با همین راه داخل شدن یا که از راهی برای تجارت، تاکسی راندن، بسیار حالا از تاجیکستان، ازبکستان، از دیگر جاها. اما اینکه اونها تیارات یا اینکه انگیزه رابطه با داعش و با دیگرها دارن، خب این دیگر یک مسئله جزئی یا اینکه مسئله خودی هر یک فرد است. اما به صورت تشکیلات اگر باشند در این چانده، من مطمئنم که در اینجا برای اثبات کردنی گناه کدام فشار وجود ندارد که بگیم اینجا رنگ تاجیکستان با لط، با ضرب، با کدام چیزه اونها را متقاعد کرده باشن یا اینکه ترس داده باشن این کارها را. پس خیلی چیزها وجود شد در غیر این داعشی ها و دیگرها از دیگر قومیت ها و اینها هستن و اما در اینجا در برنامه بگیم که امنیتی، برنامه حفظ امنیتی و اینها اگرچند متاسفانه با بعضی از کارهای بعد بعضی گروه ها دست میزنن، زیان ضرر میرسونن، لیکن مسئله این که اونها گرفته میشون و اثبات این که اونها خب با این گروه ها هستن در اینجا با فشار و با ضرب نیست. این چیز حالا ما پیگیری نکردیم که اکنون مثلا که اون مرکز داعش در سوریه است یا در عراق است، در اونجا اونا چی دعوا دارن که یعنی اینا از ما بودن یا هستن یا ما چیکار میکنه میشنه. اما اون چیزی که در دادگاه آلمان این را گفته است، این چیز یعنی با پرسیدن ممکن که یگان 6 ماه شده باشن، ممکن 8 ماه شده باشد که اونها اگر مثلا یک مجرم یا که متهم، یک گمانبر به گناه
بگه که من حالا من نمیخوام، حالتم خوب نیست، من جواب نمیتیم، باید وقتش میرود. با نمیگن که نه مجبوری تو باید همیشه همین چیزا به کلا بگیری، خیلی نیست. یعنی اینجا عادلانه پرسیده میشود. پس این چیز وجود دارد، فکر میکنم یگان جای چی ندارد. صداد نیست. صداد استاد ببخشید پیش گپتون من به یک چیز حیران میشم. آیا همین نفرانی که در کشورهای اروپایی ترور کردنی هستند یا اینکه ترکاندنی هستند و کیم کدام را کشتنی هستند و هکذا خو نمی اندیشند که همین راه دعوت نیست و برعکس نفرت مردم را نسبت به دین زیاد میکند و برعکس مردم را از دین به اون سوتر تله میکند؟ مگر اونها نمی اندیشند یا همین چیز در اسلام، در عقیده اسلامی آیا وجود دارد که برو بترسان و با ترساندن و با لرزاندن و با وحشت افکنی دین رو پیش ببر؟ خب دیگر ببینید، مسئله این که میفهمن یا نمیفهمن یک چیز است که من کاملا میگم که اونها نمیفهمن. یعنی برداشت از دین را با اون صورتی که رسالت محمدی صلی الله علیه و سلم فرستاده شده است غلط دارن. این را باید من بگویم، چی در تاجیکستان، چی در سوریه باشد، چی در اروپا باشد، این شیوه دعوت، این شیوه ترکاندن، این شیوه خب ترهیب یعنی ترساندن، تهدید کردن در اسلام نبوده و نیست. این برداشت غلط از اسلام است و من کاملا با تو موافق هستم، با شما موافق هستم که این به جای آن که نظری مردم را به سوی اسلام، به سوی خب دین نزدیک کند، برعکس دور میکند. این چیز هست. اما متاسفانه یک گونه برداشته های هست که عامل هایی که چرا چونین چیزها هستن، خب یک قسمت چون عامل های سیاسی هستن، مثلا که از کم تجربگی، از کم علمی افراد، یا از حالتی زور و مشکلاتی بعضی افرادها استفاده میبرن وقتی که اونها نیاز به زندگی دارن، به عیش دارن، به خوردن و اینها دارن، با غرضهای سیاسی و اینها اونها را استفاده میبرن. مثل که چندین تا بچهای ما در نمیدونم جنگ روسیه با اوکراین و نمیدونم در افغانستان و در چند جاها در سوریه هم رفتن بچهای ما، خب به امید اینکه جهاد است و دیگر است. اما وجود اینجا ناآرامی ها برای کسایی که اونها را کار میفرمن میفرستن با اونها یعنی تعلق دارد. یک کسایی استفاده بر هستن که توانستن اونها را برن. خب دیگر یک گونه عامل هایی هستن که ما نمیتونیم همه اونها را جمع کنیم. اما کاملا من میگم که نه، در اسلام خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با وجودی که 23 سال دعوت کردن، هم دعوتی سلمی داشتن، هم جهاد داشتن، هم خب مبارزه ها بود، اما این گونه کار، این گونه خب دهشت افکنی، این گونه رفتار در اسلام، در رسالت اسلام این چیز وجود ندارد. فقط تنها یک چیز از متاسفانه که باید من حالا بعضی از اینستیتوت ها، دانشگاه های تحقیقاتی و اینها من پیشنهاد میکنم که باید مسلمان ها و مرکزهای تحقیقاتی که اینجا هستن خیلی زیچ با هم مثلا باید بالای این کار خب تحقیقاتی بیشتر ببرن و بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها که اونها اداره کشورها را در دست دارن باید علاقه های زیشتر باشد. تا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بعضی عامل های هست که مثلا نگاه کنید، یک نفر مثال از تاجیکستان یا اینکه یک نفر از ازبکستان خب در میبیند که در تاجیکستان خب با مشکلات دینی یا با مشکلات کدام چیزی هست، او را بیرون از یعنی دموکراتی گفت، اون دعوای دموکراتی کرده اما دیکتاتورها او را نموندن، مهاجر شد به اینجا. ولی دیده شده است که در ایجنده همین کشورهایی که دموکراتی هستن باز نمیفهمن که این ضرورتی علاقه‌های کشوری است که مثلا باید مردم را یاردم کرده شود، چی او رهبری او دیکتاتور است، چی چیزی هست، باید یگون پروژه‌ای که برای منفعت مردم باشد او را باید تطبیق کرده شود. اما اینها با نظری تنگ خودشون فکر میکنن که یعنی اینها هستن که کمک میکنن
اون کشورهایی که با دموکراسی زیاد هستن، با اسلام زیاد هستن، اگر ما که در اینجا این کار را بکنیم شاید که دیگه کمک نکنم با اوجا گفته. یعنی یک گونه عامل‌هایی هستن که برای این اینستیتوت‌ها و مرکزهای تحقیقاتی باید زیچ علاقمند باشن و همون کسایی که گرفته میشن با بالای اونها پرسیده، آزادانه پرسیده شود، عامل‌های اساسی اون را که چرا به این راه رفتن پیدا کرده میشود، پیش راهشو گرفته میشود. درست. تشکر زیاد. تماشاگران عزیز، حالا با استودیو جنت الله کامل که خودشان در آلمان زندگی میکنند پیوستند. ایشان از یک سازمان تاجیکان را نمایندگی میکنند در آلمان و حالا فکر میکنم که در این باره تحلیل های خودشان و فکر اندیشه های خودشان و دیده های خودشان را دارند. من از پیش از همه برادری عزیز گرامی استاد جنت الله کامل را به برنامه خوش آمدید میگویم و یک باره سوال من این است: حالا چی حالت‌های پیش آمده است، یعنی چی خنک نظری های به میان آمده است در بین مسلمانان که این گونه تندگراها در اروپا دارند رشد میکنند، برعکس عقیده ها، اندیشه های معتدل نه، بلکه اندیشه های تند در اروپا دارند رشد میکنند. چرا چنین است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، درود و سلام به شما هم و به داملای گرامی هم، استاد محمد سعید رضایی و به همه بینندگان. وابسته به سوالی که شما دادید، البته ایران می شود که خیلی هم شرح بتیم. کار اساسی در این است که مسلمانایی که در اینجا زندگی دارن واقعا وضعیت هم که در اروپا هست از وضعیت دیگر کشورهای اسلامی خیلی هم فرق زیاد دارد. اما یک مسئله رو ما باید اهمیت بدیم که خیلی از مردم مسلمان که از کشورهای اسلامی در اینجا آمدند متاسفانه از همون فقه اولویات یا که از دستورات اسلام وابسته به زندگی کردن در یک کشور غیر مسلمانی خیلی هم دور موندند و تقریبا خیلی از جوانان را ما میدونیم که آمده در کشورهای اروپایی زندگی میکنند، اما فتوا و طرز زندگی خودشان را متاسفانه از کشورها یا که از بعضی علمای فتوا میپرسند که اونها هیچگاه اروپا را دیدگی هم نیستند، از وضعیت زندگی، از بودوباش در اینجا، از قانونگذاری های اینجا خبر ندارند. به همین خاطر این نادیگرفهمی ها و این مشکلات ها با وجود می آید. اگر ما واقعا به همون دستورات پیامبر علیه السلام و دستورات قرآن عظیم الشان و به همون اتحادیه علمایی که در این کشورهای اروپا وجود دارد و اونها طبق مقاصد و طبق شریعت اسلامی برای یک فرد مسلمان در اینجا فتوا میدهند، برای اونها راهنمایی میکنند، اگر عمل کنند، من فکر میکنم که اکثر این مشکلات ها از بین خواهد رفت. و متاسفانه طوری که ما میدونیم تقریبا چند روز پیش تقریبا 5 تا از شهروندان ما و شما را به همین پیوندی به داعش به مدتی از 9.5 تا 6 ماهی، یعنی که گوناگون اونها را وارد زندان کردن. حالا در اروپا نمایندگی های سازمان های اسلامی هست، مسجد ها وجود دارد، در اونجا درس ها وجود دارد، چند انستیتوت های تحقیقاتی کار میبرند. برزم با وجود همه همین عموما تکفیری ها، نفران تندگرا آزادانه فعالیت میبرند، آزادانه فعالیت میکنند و حتی ببینید که نقشه های ترک کنندن و نقشه های
کشتن و اینها رو میکشند و مقامات اروپا که با این خشونت ها اینقدر نه به تمام سازش ندارد و همیشه میخواهد که عموما همه اهل دین رو نمایندگان تمام ادیان رو در یک با یک رفتار معتدل ببیند، اما میبینیم که این گونه انسان ها هم وجود دارند و بی‌ملال آزادانه زندگی کرده ایستادند. من چی پرسیدنیم در همین رفتار مقامات اروپا یک سیاست دخوره رو نمیبینید؟ چنانه که حالا در تاجیکستان هم همین وجود دارد. مقامات تاجیکستان با تکفیری ها، با تروریست ها، با اکستریمیست ها، با تندگرا ها مناسبت دارد، با آنها منبر میدهد، رادیو میدهد تا که آنها در اونجا گپ زنند، ضد نهضت صحبت کنند، ضد مخالفین صحبت کنند، به تکفیری ها مناسبت میکنند، با آنها حق میدهد که کتاب های تکفیری رو در تاجیکستان تقسیم کنند. اما به نفرانی که معتدل هستند فقط همین قدر که میخواهند زندگی آزادانه داشته باشند با یک حقوق و کرامت انسانی، با آنها حق گپ زدن نیست. چرا چنین است؟ نه، این در تاجیکستان است. من فکر نمیکنم که در کشورهای اروپایی مخصوصا در آلمان که من زندگی دارم از تجربه خودم و دیگر برادران صحبت بکنیم، این گونه نیست. یعنی شاید در بعضی حالتها این دخورگی وجود داشته باشد، اما در اینجا قانون حکم فرما است برادر شوکت. اینجا یعنی از روی قانون مناسبت میکنن، از روی قانون مناسبت میکنن. یعنی اینجا مثل تاجیکستان نیست که یعنی بظاهر آدم رو ببینن ریشی دراز دارد یا که سله دارد یا فقط با واسطه یک حرف زدن و سخن کردن اونها رو برن پشت پنجره میکنن. یعنی اینجا پلیس آلمان وجود ندارد. بله، همین مناسبت که از ظاهر انسان بها میدهند و او را کشاله میکنند به سوی بازداشتگاه، این گونه مناسبت وجود ندارد. بله وجود ندارد. یعنی شما ببینید که حتی در همین بازداشتی 6 تاجیکی که اونها رو پشت پنجره کردن، اولین نفر رو سال 2019 آغاز سال 2019 بازداشت کردن، اما اون دیگر نفرایی که با این همین گروهی که شامل بودن با اونها تقریبا مدتی 1.5 سال کاردار نشدن تا یک دلیل قوی برای بازداشت اونها به دست نیاوردن، با اونها کاردار نشدن. به همین خاطر در اینجا قانون خیلی هم حکم فرما است. یعنی هیچ امکان ندارد که بدون پیدا کردن یک دلیل قوی، یک گناهی که دیگر هیچ او را پوشانده نمی شود، آدم را نمیتوانند بازداشت کنند و پشت پنجره کنند. به همین خاطر در اینجا کسا هم که وقتی که همین تاجیکا را بازداشت کردن، من شخصا رفتم با اداره مهاجرتی که در همین کشور است رفتم صحبت کردم. اونا گفتن ببینید ما کسانی که از کشورهای مسلمان میان سلفیان دیگران با خودمون درجه بندی داریم. کسی که مسلمان است در عقیده خودش، عبادت خودش، زندگی خودش، سر لباس خودش آزاد است. حتی در فکر خودش تو حق داری قرآن درس میتی، سیرت درس میتی، هر کتابی که خوش داری تو اجازه داری، برای تو هیچ ممانعتی نیست. بعد دسته دوم اینا سلفی ها رو میارن. یک قسم سلفی های هست که اصلا با اونا هیچ کاردار نیستن، همه آزادی رو برای اونا دادگی‌اند. اما سلفی هایی که سلفی ها نگیم بگم تکفیر هایی که یکدیگر رو تکفیر میکنن، خب بگم که به جامعه کم خلل میرسونن، برای اونا یک محدودیت های را قائلن. این حقیقتا وجود دارد. اما وقتی که چه گروه اسلامی باشد چه غیر اسلامی باشد، وقتی که یک گروه متشکل به وجود می آید و سوی قصد به جان هر کسی که باشد این را با دلیل معین میکنن، پلیس و پروکاتور و دیگر همه دلیل ها ایجاد می شود، بعد برای آنها حق بازداشت را صادر میکنند. درست فهمو. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. یک سوال دیگر اگر اجازه باشد، فرصت داشته باشید، یک سوال دیگر همین که توصیه شما و عموما مردم مسلمان خصوصا تاجیکستانی هایی که در کشورهای اروپا زندگی میکنند چی است در همین مسئله؟
بله، من بیشترین چیزی را که میخواهم به هموطنانم که در کشورهای اروپا زندگی میکنن بسیارتر همین رو میخواهم به سمع اونها برسانم که کوشش کنند همچون یک فرد مسلمانی که در کشور غیر اسلامی زندگی میکنند زندگی خودشون را سازگار کنند. زیرا در حتی در قرآن، سنت های پیغمبر، حتی در فقه اسلامی هم این چیز وجود دارد که قانون و قاعده ای که یک مسلمان در کشور اسلامی زندگی میکند از اینه که یک مسلمان در کشور غیر اسلامی زندگی میکند شرایط، وضعیت، حتی قانون ها فرق میکند. به همین خاطر اگر ما به همین گفته های خداوند، به گفته های پیامبر، به گفته های شریعت زندگی خودمون رو در کشورهای غیر مسلمانی مطابق کنیم، باور کنید ما هم میتوانیم اسلام درست رو به اینها برسونیم، میتوانیم بهترین الگو پیام رسان از جانب دین اسلام برای اینها باشیم و هم از جانب فرهنگ خودمون. نه دین اسلام به ما و شما اجازت میدهد، نه فرهنگ تاجیکیمون به ما و شما اجازت میدهد که در حالتی که ما به ویزه اینها یا به واسطه پناهنده در کشور اینها زندگی میکنیم هیچ حق و حقوقی را از نگاه اسلام، از نگاه فرهنگ ما نداریم که به مال و ملک اینها، به ناموس اینها، به امنیت اینها خلل را وارد کنیم. این قانون و قاعده های اسلام است که ما و شما باید در این کشورها رعایت کنیم. اما در بعض جاها مثلا نمازگزار می رود امام خطیب معقول نمی شود، طرز نمازگزاری در اهل مسجد معقول نمی شود و می خواهد متقاعد کند که کاری آنها نادرست است. اگر منظورتون مسجدهایی که در این کشورها باشد، ببینید حکومت آلمان رو من تا اندازه میدونم با امور مسجدها، جمعیت‌های اسلامی هیچ دخالتی ندارد. هر جمعیت یا هر یک مسجد به خودشان اهل شورا دارند. وقتی که یک امام خوش نمی آید، یک مسئول سازمان، رئیس سازمان باشد، این اهل شورا طبق همین قانونگذاری کشور آلمان میتوانند از 1 سال طبق آیین‌نامه حد اکثر تا مدت 3 سال حتما جلسه برپا میکنند، میتوانند که مسئول را دیگر کنند. حکومت اصلا در این کار هیچ دخالتی ندارد. تشکر زیاد به شما. حالا استاد محمد سعید رضایی، من میخواستم اینجا توصیه شما را به جوانان، به نفران که هموطن ما هستند و در اروپا به سر میبرند و اعتقادمند هستند چی است؟ حالا ببینید این گونه اگر یک بار دو بار این خیلی حالت ها تکرار شود، مناسبت مردم با مسلمان ها تغییر مییابد، با من شما تغییر مییابد و یک کم مناسبت نه فقط مردم، حتی بلکه مقامات هم شاید تغییر یابد و یک ناباوری ها به میان بیاید. در این باره توصیه شما رو میخواستم بشنوید. خب، خیلی خوب برادر داملا جنت الله نقطه های خوب را اشاره کردن که واقعا میتونم گفت که اونها هم عامل هستن و رعایت کردن اونها کاملا اگر که نباشد برای پیشگیری این کار، یعنی در این مهار کردن این چیزها خیلی هم کمکی کلان هستن. چون که ما مطمئن باشیم که پای پیش راه گناه، جنایت، این چیزها را خب گرفته نمی شود. جنایت حد و حدود هم که اسلام گذاشته است به خاطر مهار کردن است، پهن نشدن جنایت است، نه ویلا اون جنایتکار خب دیگه با هر سبب با هر انگیزه جنایت چه میکنه. اما اینها برای پیشگیری و مهار کردن یعنی توصیه اون هستند. تشکر میکنم از دوملا، خیلی خوب نقطه ها را گفتن. حالا من از قسمت دیمی اون چیزی که شما اشاره کردید که اگر این کارها دوام بیابد و ما تاثیر میرسوند یا نمیرسوند، خب به همین از همین آغاز کنم. البته تاثیر میرسوند، تاثیرش تاثیر روانی است، پسیکولوژی است. مثلا من همچون یک داملا جنت الله، شما همچون یک برنده مثلا که خب شبکه هم اسلامی هم سیاسی هم نمایندگی از یک کشور وقتی میبینی هموطنمون این خیلی میشود، دیگر تاثیر میکنه در عصم و کارگر باشد در کارش تاثیر میرسوند. خب دیگر یک پناهنده باشد در پناهندگی و در دیگر.
اما از لحاظ حقوقی، از لحاظ اینکه با اونها یگان چیز تهدید کند، چطوری که حالا داملا جنت الله هم گفتن، در اونها تاثیر ندارد. در اینجا در قانون حکم فرما است. هر کسی ببینید 1.5 سال بعدی گرفتن یک کس تمامی مردم آزاد گشته ایستادن. هیچ که گمان نمیکند که از قفای او هست، یا اینکه دوربین ها هست، یا اینکه او کسایی که آیلت میگیرن، یعنی از بودجه دولت پول میگیرن، اونها کار کرده ایستادن، خو نیستن. اونها میخوان که پیش روی جنایت را بگیرن، نه اینکه با جنایت افزون شدن اونها رتبه بگیرن و بالا بروین. نه، میخوان که پیش روی جنایت گرفته شود. بنابر همین اونها خوب تحقیق میکنن. یک نفری که خب پناهنده است، یک نفری که به امور سیاسی آمده است، یک نفری که برای تجارت، برای کسب رزق حلال که فرض است برای او آمده است، هیچ محل فکر نکنن که اونها با او تاثیر میرسونن. اینجا کشوری حقوق محور است و اینجا برای اونها تاثیر میکنن. اما تاثیری بعدش همین است که از لحاظ روانی، از لحاظ عصبی، از لحاظ تاجیک‌ها این گونه هستند، تاجیک‌ها این گونه کردن، یا اینکه مسلمان‌ها این گونه کردن، این تاثیرهای خودش دارد. این است اون چیزی که من در قسمت دومی که از شما خب گفتم. اما توصیه‌ای که شما میکنید و میگید به برادرها، خب متاسفانه امروز ما باید قائل بشیم همین شبکه‌هایی که امروز هستند، در اوجند اسلام پهن میشود، در اوجند نمیدونم که به قید باری پهن میشود، در برابر چیزهای مثبت منفی هم دارند. همین برنامه‌های اسلامی که حالا استادها پیدا شدن درس میگیرن، اینها مثبت هستند که انسان‌ها را به عقیده، به ایمان، به التزام، به شریعت نزدیک میکنن. اما یک قسمت شبکه‌های هستند که اونها متاسفانه برنامه‌های انمیخل برنامه‌ها را دارند. یعنی کسانی که شاگرد گوگل هستن یا اینکه شاگرد همین کامپیوتر هستن، به آنکه تحقیقات درست بالا، یا اینکه از سیرت پیغمبر، یا که از تاریخ اسلام، یا که از سیرت صحابه، یا از ائمه مجتهدین، یا اینکه از خودی خب گذشتگانی نزدیک با دورتر خودشون آگاه باشن، یک گونه اسلام رو با یک از این طرف که اونها با یک گونه خون گرمی جوانی دارن، یعنی حماسه اعتقادی دارن و تلقی کردن این گونه برنامه‌ها یا این گونه با این شکل چی کردن، اینها متاسفانه که در اونها تأثیری یک گونه منفی برای خودش دارد. بنابر همین بهتر خوبتر میشد که جوانهای ما هر چیزی را که در هر کجایی که یافتن، هیچ جایی باید که چی نباشد. مرکزهای اسلامی در همه جا هستند، چه از مرکزهای اسلامی محلی، چه داملاهای خودیایی که ما در اینجا داریم. خب از برادرهای افغانستان داملاها و مولوی‌هایی که در اینجا هستند، این بالای اونها باید بحث کنن، بپرسن، چون که نشود که مثلا ببینید، من به جوانها توصیه میکنم برادران عزیز، شما نگاه بکنید، اگر من یک مثال بیارم، نگاه کنید برادران عزیز، برادران هموطنان عزیز، همچون یک مسئول، همچون یک روحانی، همچون مسئول یک خب یا شورا هست، یا یک برادری شما، برای شما میگم که نگاه کنید، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نماز را، جماعت را وصف بسیار کردن، از 1 درجه تا 27 درجه 28 درجه یک نمازخوان ثواب میگیرد. فراموش نکنید که همون نمازگزارایی که در جماعت هستند همون درجه ها را به دست بیارن. ببینید در نماز جماعت صف اول از همه بهتر و بالاتر است. فرزندان عزیز، برادران عزیز، حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها میگه که من یک تمنیات داشتم در پیش پروردگارم که من را خداوند مرد خلق میکرد. وقتی که با ایمان به پیغمبر مشرف شدم و ایمان آوردم، میشنیدم که اذان داده شود، در مسجد حاضر میشدم، در جماعت در صف اول از طرف راستی امام می ایستادم. یعنی این دلالت بر چی میکند؟ در نماز جماعت اشتراک کردن در صف اول. خب اینا همش فضیلتی عالی دارن، لیکن فرزندان عزیز، برادران عزیز، خوب دقت کنیم که همه کسانی که در صف اول میستن یک خیل ثواب نمیگیرن. همون اجری که برای صف اول گفته شده است اون را نمیگیرن. بنابر همین هر چیزی که خود جهاد است، خوبه که دعوت است، خوبه که یک کس را از مثلا که راه کفر و دیگر گرداندن است، همه اینها راهی خودش دارد، طریق و دعوه.
یعنی راهی دعوت را دارد، راه تشکر استاد. قرآن را ببینیم. قرآن حضرت موسی را و حضرت هارون را به سوی فرعون که او فرعون دعوای خدایی کرد، گفت انا ربکم الاعلی، من پروردگار عالی شما هستم. همون دو پیغمبر را، یک پیغمبر و نبی را گفت که اذهبا الی فرعون، شما به سوی فرعون بروید، انه طغى، اون از فرمان من سر پیچونده است، لیکن چیکار بکنید؟ و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. وقتی که رفتی نگه که تو کافر هستی، تو ظالم هستی، تو نمیدونم که چی هستی، با او نرم صحبت کنید، امکان دارد که او بر بگردد، تذکر کند و بر بگردد. بنابراین این راهی درست نیست، این راهی درست نیست دعوت که من باید خدمتشون بدم، من اینا را بشنونم که اینها نادرست هستن. این گونه نیست. اگر امام معقولت نیست تو میتونی تنها بخونی، ما حدیث ها داریم، اگر ضعیف هم باشد شما بخونید، میگه صلوا خلف کل بر و فاجر، یعنی امام نمازی خودش میخونه، تو نمازی خودت هم میخونی، بخوان برو. درست. تشکر زیاد استاد. اسلام. سلامت باشید. تشکر زیاد. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. یک دقیقه اگر شوکت جان اجازت باشد و ما اگر زنده باشید، سلامت باشید. تشکر به شما که در برنامه شرکت کردید. امیدوارم در برنامه‌های دیگری ما هم فعال میشید. گوش میکنیم ان شاء الله. اگر چیزی در کار شد تشکر زیاد ان شاء الله. هستیم. حالا برادران عزیز شما رو که جنت الله، به شما هم تشکر زیاد. وقت شما رو هم نمیگیریم. زنده باشید جنت الله. ما موضوع دیگر رو بررسی میکنیم اینجا. تماشابینان عزیز، تا همین جا این مسئله که در آلمان یک چند نفر را بازداشت کردند با جرم پیوندیشان، دست داشتنشان در کارهای، در عملهای تروریستی. حالا اینجا دو تا دیگر موضوع هست. در این باره هم من میخوام در همین روز صحبت کردگی باشیم. یکی این است که رسانه‌ای شد که امروز یادداشت تفاهم به امضا رسیده که بین تاجیکستان و ازبکستان، تاجیکستان نیروگاه برق آبی روغن را به ازبکستان میفروشد. حالا در همین باره ما در برنامه خبری پیام نیوز الکی خبر نشر کردیم. شما میتوانید از برنامه خبری پیام نیوز که 2-3 ساعت پیشتر در شبکه یوتیوبی پیام تیوی نشر شد، میتوانید اون رو تماشا کنید و از آن با خبر شوید. و این گونه خبر هر روز، برنامه خبری هر روز میشود، هر روزه از خبرهای مهم انشالله به شما اطلاع میدهیم. و در همین جا ما خبر دادیم که با تکیه به رسانه‌های ازبکی، خصوصا گزیت نقطه رو که با استناد به وزارت انرژتیکی ازبکستان خبر داده است، در اونجا گفته می شود که یک یادداشت تفاهم با تاجیکستان، با حکومت تاجیکستان به امضا رسید که تاجیکستان به ازبکستان برقی استحصال می شده نیروگاه برقی آبی روغن را می فروشد. در همین حالتی که خود تاجیکستان تاریکستان است، برق نداره. یک قسم برق به افغانستان فروخته می شود، به قرقیزستان فروخته می شود، به ازبکستان هم فروخته می شود. حالا درباره فروش برق نیروگاه برق آبی روغن گپ نبود. حالا این گپ هم برآمد که نیروگاه برقی آبی روغن هم فروخته می شود. حالا اکنون 2 اگریگاتش به کار در اومده است، و 4 اگریگات دیگرش به کار ندار اومده است. گفته شدند که مرحله به مرحله اگریگات ها به کار می درآیند و به فروش گذاشته می شود. فکر شما تماشابینان عزیز رو من اینجا میخواستم بدانم و پیش از همه شماها اینجا من استاد تیمور ورقی رو به برنامه دعوت کردگی هستم و در همین باره فکرشون رو پرسیدن میخواهم. و یک مسئله دیگر هست، اگر راضی باشید اون مسئله رو هم مطرح میکنیم. پیش از آن فکر اندیشه خودتون رو بگویید که
چرا تاجیکستان خودش را به برق تامین نکرده در فکر فروش برق است؟ Наша ошибка. Салом алейкум, дӯстон. Салом алейкум, Шавкатҷон. Инҷо дар бораи Тоҷикистон набояд гуфт, дар бораи сиёсати режими худкома ёки як шахси худхон, ки президенти худхон, президент нест, узурпатор аст, диктатор аст ва тамоми Тоҷикистона, тамоми иқтисодиёти Тоҷикистона ғасб кардааст, аз худ кардааст, конфискатсия кардааст ва ҳеҷ вақт ҳаргиз ба манфиати миллат кор накард, хизмат накард, фақат ба манфиати ҷайби худаш ва оилааш кор кард ва заҳмат кашид. ва агар аз ин лиҳоз нигоҳ бикунем, ягон саволи дигар намемонад. Савол ҷавоби худша пайдо мекунад, чун ин кас манфиатдор аст, ки барқро бифурӯшад. Мо медонем, ки бале, ба берун бифурӯшад ва пулаш мустақиман ба ҳисоб-китоби хориҷиаш ба офшор меравад. пулаш ҳам дар берун бимонад? Бале, бале, на дар бюҷа. ва модоме ки Тоҷикистон як экспортёри барқ аст, ба Афғонистон мефурӯшад, ба Ӯзбекистон мефурӯшад, ба Қирғизистону Қазоқистон мефурӯшад, барқи тоҷик банкрот аст. Ҳеҷ хеле як формулаи математикии бемаънӣ. Ин мантиқ дорад, ҳами хеле сиёсати гуп государственное. خودش زبان حال گفته ایستاده است که برق فروخته شده پول به دست نمیارد. بله، چی خیلی میشود که تاجیکستان میلیون دلار پول کار میکند از فروش برق، ولی برق تاجیک بانکروت است. قرضدار است. از بودجه تاجیکستان است. قرض برق تاجیک یک نهاد بیشتر از بودجه تاجیکستان است. من همینجا حیران هستم. این غارت است. این یگان اقتصاد نیست. این یگان تورابارات نیست. این غارت است. روی راست، غارتی روی راستی مردم، غارتی روی راست دولت تاجیکستان از سوی یک بنده، یک баста, як Рама, як намедунам, як организованная преступная группировка, ки Тоҷикистона ғасб кардааст, моликиатша ғасб аз худ кардааст. Дигар ягон саволи дигар нест инҷо. Дуруст. Ташаккур. Саволи дуюми ман ҳоло қариб ба якдигариш бастагӣ дорад ё ки نگاه کنید تاجیکستان با افغانستان دیپلمات اولین خودش را فرستاد. حالا هیاهویی که تاجیکستان نسبت طالبان داشت یگان کشوری دیگر نداشت. ما این را قبول نداریم و هکذاها. هیاهویی که داشت یگان کشوری دیگر نداشت. اما از اولین ها شده حالا همین کشورهایی که طالبان رو قبول دارن همین انگشت یک دست خم نمی شود در شمارش. یعنی تاجیکستان در بین همین کشورها قرار گرفت. چرا چنین شد به فکر شما؟ якумаш ки толиб пул надоштанд, тамоми пули Афғонистон дар дасти ҳукумати пештара буд. То ки имконият буд ҷӯшидани ҳамун гови ҳукумати пештараи Афғонистон
имконияташ буд, раҳмон ин кора кард ва давом дода буд. Ва ҳатто Лавров Путина мутақоид кардааст ки ин кора аз лиҳози манфиати миллии Тоҷикистон ин кора карда истодааст, манфиатҳои тоҷикони он тарафи дарё ҳимоят карда истодааст, вале дурӯғ биромадааст. Ҳам он тараф кор кардааст, ҳам ин тараф кор кардааст, он тараф ҷонбидааст, ин тараф ҳам ҷонбидааст. хуб, дигар мо чӣ бояд мунтазир бошем аз ин ҳукумати, аз ин як сиёсатмадори шахси сиёсатмадор, нафаре ки тӯли чандин сол ҳаст дар сиёсат ҳастед ва ҳам рӯзноманигор. ҳоло ман пурсиданиам ки нигоҳ кунед, шумо ҳамчун як шахси сиёсатмадор, нафаре ки тӯли чандин сол дар сиёсат ҳастед ва ҳам рӯзноманигор ҳастед, мегуфтед ки оё ҳамин фиристодани дипломати тоҷик ки чанд сол дар мақомоти амниятӣ кор кардааст ва ин ҳам бошад дар мақомоти амниятии ноҳияи рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Самариддин Чӯянзода рафтааст ба Афғонистон ба назди Толибон барои гуфтушунид. оё ба фикри шумо ягон бастагие ба ҳодисаҳои имрӯзи Бадахшон дорад ё надорад? 100% вобастагӣ дорад. ин як бо як тир мехоҳад ду нишон занад, рӯшониёро ором кунаду ва одаме ки аз худи рӯшон аст, зодгоҳаш рӯшон аст. Не, ин одам дар рӯшон ҳамчун афсари Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон буд. зодгоҳаш рӯшон набошад. ҳоло ин дар гузашта афсари Кумитаи давлатӣ аст ва дар рӯшон раиси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар ҳамин ноҳия шуда кор кардагааст. ҳоло нав ба кори дипломатӣ гузаштагааст. аз рӯи маълумоте ки хабаргузории Bomdod.com расонид. хуб, зодгоҳаша як тараф монем, ин нафар албатта як таҷрибаи калон дошт ва рӯшона Бадахшона нағз медонаду ҳар як каналу тропкаву роҳчаву дигар ҷойбор ва ин бо хеле фаъол шидани Толибон вобастагӣ дорад ва Толибон ки мо аллакай медонем ки чанд заду хурд тирпаронӣ шуд аз ҳар ду тараф ва он вазъияте ки худи Раҳмон бо манфиаташ, бо рафтораш, бо сиёсати бемасъулият ба ҳамин вазъият расонд Бадахшона то хунрезия, то қазгирия ва худаш тарсид ва худаш мехоҳад бо Толибон як чӣ шавад, як розигӣ пайдо кунад, як гуфтушунид кунад ва инҳоро ба манфиати худаш истифода барад, то ки қувваҳои эътирозӣ Бадахшон ва Тоҷикистон дар он тараф пойгоҳ пайдо накунад. дуруст. ҳоло чанд нафар дар студия ҳастанд, ду нафари онҳоро мепайвандем ки бубинем фикри онҳо чӣ аст. якешон инқилоб будаанд, якешон кӯлоб. ҳоло аввал бо иҷозаи кӯлоб инқилобро гӯш кунем, баъд кӯлоб, чунки инҳо як нафар як бор гап задагӣ ҳастанд. салом алайкум бародар. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ.
الله حفظتون کنه. سلام خود را به کل توجیکان میرسانم. 3 دقیقه وقتم تا اجازت کردن برادر. مایل 3 دقیقه بفرمایید. اولا دوگو هستیم که جوشان جنت کنه شهید شدگی را برادر و کل زندانیان آزادی میخواهم و کل مردم پامیر صبر جمیل عطا فرمای الله. و گفتنیم که برادر ما قربان تیپه ام شهر قربان تیپه کم ترک این موضوع بریم میشم برادر شهر قربان تیپه ام با مردم قربان تیپه یک گفتنی دارم اجازت باشه اگر برادر بفرمایید. این مردم قربان تیپه خوب گوش کنین. قرغه نسوزوندن بزرگتون نسوزوندن خوب گوش کنین. پگه خوناتون هم میسوزوندن خیلی که خوناتون هم سوزوندن پگه نوبت خوناتون هم بخیزین مردم بخیزین انقلاب کنین بس یک همیقت بخیزین یگون جورا نتفنین یگون جنگ یگون کسا نکشین روز بخیزین بگین که ما نمیخوایم دیگه تر دیدن 30 سال شید اوزه 30 سال شید ما تو را دیدن نمیخوایم میخوایم که یک یوشتر بیایه یک جوانی که این دوره بیایم نوگونی کنه در تاجیکستان بس یک بخیزین مردم همین را گفتنی هستم. امام علی شریف رحمان استعفا میخواهم خواهش دارم که استعفا بده ببروی ای دولت برای گمش استعفا. الله نگهبانتون برادر. زنده باشه. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. کلاب بفرمایید. اول سلام علیکم اکا شمخات وزمی اکا صدایتون هست بفرمایید. اکا خیلی بخشش مقصد در برنامه میگم پس گپی بلند زبوشیم هم چی گفتن با هم مردم توجیک خدمون این مردم توجیک به مقصد یا سری مسئله ببریم سر یک فیگر شیم از یک وقتی مقصد پیروزی ما های وقتی نشانه پیروزی ما های گفته استیم که برادر وضعیتی که در مقصد که روسیه و اوکراین یه الله سبب کرد که دو دولت جنگ داشت الله مردم را آگاهی کرد که پیروزی شما این مردم توجیک این پیروزی ما این رژیم خونخوار مقصد که تاکیش فقط بر روسیه بود ما دامیس گفتیم دامیس سیستم بودیم هر عملیات میگذران روسیه میگذرانش همین تو وقتی روسیه بود حاضرم در پامیر روسیه گذرانه 4 تا نیام نداره سنایپریست اما مقصد که همین محمد باقی را بیرد کن امیورا برادران بخیزین حوزی وقت خیستان ما با بیل کدمان با رگتکا و با فلخمون میگیریمش انشاءالله و الان قسم حکمت نترسین ترس ببروی نه امام علی ارمی اخمو در درین ارمی بودیم اکش نمیتونن جنگا نمیتونن اوزی اکا جان میگه که حکمت امام علی وطن آبود که اگر جوی وطن آبود اقلا سیستم واینی خشه آبود نمیکنه اقلا پرادکت تامین نمیکنه اکا جان میگه که پرادکت تامین نمیکنه که اموس افیسر مایل سالت یک طرف میمونه افیسر اگشنگی سگ نخره کریتی میگه افیسر اگشنگی سگ نخره سگوی رو هم میقپن میبرن کشته میخورن شروع کرده والله قسم این جای تنبال نیسته والله قسم دیدگیم عدد شما بعد میگن که امام علی عبود کیسته امام علی همه واینش عبود نمیکنه که مقصد دامو قسمای حربی یگون کنجکشت یگون امارت سوز کنه که همون افیسرها زناشون بیارن مقصد همونجا زندگی کنن قطعی خر تجاوز نکنن افیسرها کمان начальник штаб خبیدیم начальник штаб شم خر قطعی تجاوز میکنن کماندیر روتاشم اوخی نبروین تعریفش نکنه که همش شرمنده میکنم ارمی را شرمنده میکنم سیستمش هم میدونم همشون اوخی میگه امام علی عبود کرده عبودی امام علی در 4 تا دام میبینین در 4 تا گل میبینین در 4 تا درخت میبینین پرزیدنت های دیگر دولت ها چیو پیشروی کسان عبودی کسان در 4 تا 1 سال کرد
یک سال در سر قدرت میانن آبادی او را میبینی راحت میکنی. این رژیم وطن فروش. تشکر زیاد برادر عزیز، خواهش میکنم در یک دو جمله خلاصه گیری کنید چون که همگی 4 دقیقه وقت تمام مانده است برای تمام اون گپ زیادی باشیم. مردم تاجیکستان از مردم بدخشان خواهش میکنیم بخشش که ما مردم کلوب در برتون ایستادیم با چی خاطر گفته استیم اکرجان مردم بدخشان مادرای عزیز انقلاب قطع نمیشه با دست خالی نمیشه. گفته استیم که ارمیه را در چشم ارمیه مردم اسیه کرده. تروریست افغان ای فلان جرا نه مردم تاجیکا با تاجیک سیاه کرده. امومالی زنده باشه مردم نخزن بخزن مردم. تشکر زیاد. استاد تیمور ورقی یگان گفتنی و علاوه دارید؟ نه تشکر برادر. زنده باشید. تشکر زیاد به شما. تشکر به اشتراکتان. تشکر که دعوت ما رو پذیرفته در برنامه شرکت کردید. امیدوارم در برنامه‌های دیگر نیز اشتراک میکنید و برنامه ما را خیلی پرمحتوا میکنید ان شاء الله. سلامت باشید. حالا تماشابینان عزیز هر آغازی را انجام میست و امروز برنامه ما هم اقربه که ساعت نشان داده ایستاده است که همگی 2 دقیقه وقت داریم. در این 2 دقیقه وقت من چی گفتنی هستم؟ تماشابینان عزیز، هموطنان گرامی، وقتی آن رسیده است که از هیاهو یک کمتر این سوتر بیاییم و به اندیشه کردن و با اندیشه گپ زدن سر کنیم. دیگر وقتی هیاهو گذشت دیدیم که با هیاهو هیچی بود نمیشد است. یعنی حالا وقتی آن رسیده است که هر یک نفر تاجیک باید از حرفهای میگفتگیش، از کردارهای میکردگیش، از رفتارهای میکردگیش مسئولیت داشتنش را به عهده بگیرد. یعنی مسئولیت شناسی لازم است. امروز یکی از بدبختی های ما در آن است که ما یک گپ رو میگوییم، یک کار رو میکنیم، از نتیجه آن مسئولیت احساس نمیکنیم. از مقامات از امام علی رحمان سر کرده تا به آخرین نفر. اگر امام علی رحمان مسئولیت شناس می بود و نتیجه کارش را، عاقبت همین کارش را، یعنی خشونتش با مردم بدخشان را، عاقبتش را اندیشه میکرد، این کار را نمیکرد و این گونه یک نفر مثل اکای علیم شیرزمان تا این نفر مایوس نمیشد و نمیگفت که من از مردم تاجیک دلسرد شدم. یا اینکه ما چنان بی‌مسئولیت هستیم. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، رئیس وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بی‌مسئولیت ترین فردها در تاجیکستان شاید باشند. اگر اینها مسئولیت حس کنند، مگر در یک ناحیه خردکک 25 نفر تروریست پیدا میشد و اینها چنان اگر ناعهده برای بی‌مسئولیت نباشند همه آنها کشته میشود. فقط اینها سرداره، بیچاره سردار، فقط اینها به زنده دستشان میافتد. حادثه داعشی های ولسیپدران ها، توریست های ولسیپدران در دنگره پخش کردنشان در یادتون هست با ماشین. همه کودک ها را کشتند، جوان های 17 ساله 18 ساله را کشتند، سردارشان بازداشت شد، سردارشان را صود کردند، بردن در ترمه کشتند، در زندان کشتند. سردار با هنرترین شخص سردار می شود. اینها با هنرترین شخص می توانند زنده دستگیر کنند، اما به هنرهایی که جنگ رو ندیده است، چی رو ندیده است، یا ویربابت شدگی، یک چیز شدگی، گویا اینها نمیتونند زنده دستگیر کرده. با پایش انداز،
با کتفش به یک جایش انداز که در جای ششتم ماند بزانش نشیند رفته دستگیر کن. او حرفایی که از او میگیری برای تفتیشات لازم است، برای پیشگیری جنایت لازم است. نه شما کشته میپرتین. این ناهوده برای شما است. این نتوانستنی یعنی همون وظیفه اتون با و تامین امنیت با راه آسایشته است. یعنی نتوانستنی تامین کردن نتوانستنی امنیت با راه آسایشته است. اگر گفته فهموندن توانسته باشم، یعنی همین خودش بس است که نشان دهد شما ناآگاه به راه هستید، مسئولیت ناشناس هستید و نمی اندیشید که عاقبت این کارتون چی است. تماشابینان عزیز، خیلی گفتنی ها زیاد هستند، خیلی گفتنی ها زیاد هستند، اما فکر میکنم اینجا برنامه رو به آخر میرسونیم و انشالله نصیب باشد روز یکشنبه در برنامه فردای تاجیکستان وامی خوریم. هر روزه برنامه های پیام تیوی را پیگیری کنید و دیگر دوستان ما نیز برنامه ها دارند که حتما امیدواریم به شما معقول و پسند می شود. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه